Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Selamat olsun diye cevaplar. Aramaz. Havatanori aziz, muhtaram a'zoyi Majlisi Milli va vakiloni Majlisi namoyandagon, Паёми Президенти мамлакат ба мақоми олии қонунбарори кишвар дар соли барои мардуми шарифи Тоҷикистон воқеан таърихӣ 30-уми солгарди истиқлолу озодии ватани азизамон пешниҳод мегардад. давре ки кулли ҳамватанони азизи мо, инчунин ҳар яки шумо вакилони муҳтарам ва ҳозирини гиромӣ медонед, соли 2020 барои сокинони сайёра аз ҷумла Тоҷикистони мо яке аз солҳои аз ҳар лиҳоз вазнин буд. дар натиҷаи пахш шудани бемории сироятии коронавирус вобаста ба он бо суръат пастрафтани фаъолнокии иқтисодӣ ва афзоиши бесобиқаи бекорӣ вазъияти сайёра боз ҳам печида гардида ба буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ ва иҷтимоӣ рӯбарӯ омад. имрӯз дар дунё амалан давлат ва соҳае нест ки аз таъсири буҳрон эмин монда бошад. мувофиқи арзёбии коршиносони байналмилалӣ,
چنین بحران شدید و فراگیر در 100 سال آخر باری اول به میان آمده باعث تنزل جدی اقتصادیات جهان گردید. پیامدهای پاندمی به اقتصادیات کشورهای جهان از جمله به رشد اقتصادی ملی، بودجه دولتی، گردش سودای خارجی، قرب اسعار ملی، اینچنین به فعالیت کارخانه‌های صنعتی و مؤسسه‌های خدمت‌رسانی ما نیز تأثیر منفی خود را رسانیده ایستاده است. یعنی ما سال 2020 در وضعیت با شدت اقتصادی و مالیوی جهانی فعالیت کرده، با وجود مشکلات پیش آمده جهت پیشگیری نمودن پیامدهای بحران و حفظ امنیت اقتصادی مملکت یک قطار چاره‌های فوری را راه اندازی کردیم. در نوبت اول با در نظر داشت کاهش یافتن درآمد بودجه، افزایش طلبات مبلغ‌زایی پیش از همه به ساحه‌های اجتماعی از جمله تندرستی و دیگر خراجات پیش بینی نشده، بودجه دولتی را برای سال 2020 بازنگری کرده با نشان دهنده های قسم درآمد، خراجات و کسری آن تغییرات داخلدار وارد نمودیم. از جمله به ساحه تندرستی برای خرید دارواری و تجهیزات طبی، بنیاد بیمارخانه‌های موقتی و دستگیری کارمندان طب از بودجه دولت 1,600,000,000 سامانی مبلغ‌های علاوه‌ای روانه کرده شدند. در کشور برای طبابت پوره و سریع شخصان گرفتار بیماری سرطان کووید 19 بیش از 30 بیمارخانه با 7,000 کت و 5,400 نفر طبیبان و کارمندان طبی سفربر گردیدند. علاوه بر این در 92 مؤسسه طبی 16,000 کت آماده کرده شد. همچنین با مقصد دستگیری گروه‌های آسیب پذیر جامعه و صاحبکاران وطنی طبق فرمان پرزیدنت مملکت از 5 ایون سال 2020 سبوکی‌های زیادی اندازه و قرضی و امتیاز و جبران پولی‌ها به مبلغ عمومی بیش از 450 میلیون سامانی پیشنهاد کرده شدند. علاوه بر این در سال 2020 از جانب تشکیلات قرضی کشور جهت کاهش دادن تأثیر پاندمی به زیاده از 260,000 نفر مشتریان با مبلغ 2,300,000,000 سامانی امتیازهای وابسته به قرضداری پیشنهاد گردیده به صاحبکاران استحصالی 4 میلیارد سامانی قرض داده شد که این نشان دهنده نسبت به سال 2019 2% زیاد باشد. برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی از 1 سپتامبر سال 2020 نفقه، مزد مهنت کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی، استیپندیه‌ها 15%، معاش کارمندان مقامات حفظ حقوق و خدمتچیان حربی 10% زیاد گردیده، نفقه گروهی معیوبانی که به نگاه‌آبی نیاز دارند 50% زیاد کرده شد. با مقصد حفظ امنیت آزقوار کشور و افزون نمودن حجم استحصال محصولات خودی، میدان کشت اساسی و تکراری زراعت‌های کشاورزی در مساحت 10,000 هکتار افزایش داده شد. با وجود تأثیر منفی عامل‌های ذکر شده، در نتیجه عملی گردیدن تدبیرهای تأخیر ناپذیر از جانب حکومت کشور، استواری نشان دهنده‌های ماکرو اقتصادی تامین گردیده در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی تمایل‌های مثبت نگاه داشته شدند. اقتصادیات کشور در سال 2020 4.5% افزایش یافته، حجم مجموع محصولات داخلی با 82.5 میلیارد سامانی برابر گردید. در این دوره افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی در سطح 9.7%، کشاورزی 8.8%،
و گردش سودای خارجی 0.8%، از جمله صادرات در حجم 19.8% زمینه رشد اقتصادی کشور را به وجود آورد. خصوصاً استحصال محصولات آذوقه نسبت به سال 2019 28.3% افزایش یافت که به بهتر تامین گردیدن بازار داخلی با محصولات استحصال وطنی مساعدت نمود. به ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملی در حجم عمومی بیش از 5.4 میلیارد سامانی سرمایه خارجی، از جمله 1.3 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی جلب گردید. سال گذشته 300 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی با بیش از 6,500 جای کاری، 157 مؤسسه تأسیسات میانه عمومی و بناهای علاوگی برای 63,000 خواننده، 108 مؤسسه طبی و با مساحت بیش از 1.2 میلیون متر مربع منزل اقامتی ساخته به استفاده داده شدند. در این دوره زیاده از 193,000 جای کاری دائمی و موسمی تشکیل کرده شده، درآمد پولی اهالی 10% افزایش یافت. پس‌اندازها در نظام بانکی کشور در سال 2020 17.2% افزوده 11.4 میلیارد سامانی را تشکیل نمود که این گواه زیاد شدنی درآمد اهالی و اعتماد مردم به تشکیلات‌های قرضی میباشد. در همینجا من به شما با معلومات شما یک مسئله بسیار نازک و مهم را رساندنی هستم. در سال 2020 با سبب پاندمی یا کووید 19 میگویم مهاجران مهنتی ما با بیرون برآمدن نتوانستند. 80% بیرون برآمدن نتوانستند. همگی در مجموع از 460 450 به حساب میانه هر سال که با بیرون به کار میرفتند، در سال 2020 همگی 111,000 بیرون برآمدند. یعنی من آنچه اشاره کرده هستم در داخل کشور، یعنی ما ذخیره امکانیات داریم که در آینده باز هم بهتر کار کرده، شرایط کاری کارخانه‌های استحصالی مهیا کرده یا در ساحه کشاورزی مردم خود را پورا با کار تامین نماییم. پس‌اندازها در نظام بانکی کشور در سال 2020 17.2% افزوده 11.4 میلیارد سامانی را تشکیل نمود که البته این باز باید تکرارم شوم میگویم اعتماد مردم هم به تشکیلات‌های قرضی خوبتر و بهتر نمود. سال 2020 در نتیجه زحمت صادقانه مردم شریف تاجیکستان، صاحبکاران سخاوت پیشه و دیگر شخصان با ننگ و ناموس در سراسر کشور 18,300 انشاءات استحصالی، اجتماعی و فرهنگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال به نشر گرفته شده که بیشتر آنها انشاءات ساحه‌های معارف، تندرستی و ورزش می باشند، بنیاد و با استفاده سپارده شده. با همین را 10,000 جای نوی کاری مهیا کرده شد. با استفاده از فرصت به خرد و بزرگ تاجیکستان از جمله به صاحبکاران و شخصان سخاوتمند برای فعالیت صافدلانه به خاطر آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان منتداری صمیمی بیان می‌نمایم. تشکر. سال 2020 همچنین با رویدادهای بسا مهم و خاطرمان خود به تاریخ دولتداری ملی ما وارد گردید.
در این سال ما جشن‌های 5500 سالگی سرازمی باستانی و 700 سالگی کمال خورجندی را در اساس قرار سازمان با نفوذ بین المللی یونسکو تجدید کردیم. همچنین با اشتراک فعالان خلقی عزیز ما سال گذشته دو چاره‌بینی بسیار مهم سیاسی، یکم انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس‌های محلی وکیلان خلق و دوم انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فضای صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی برگزار گردید. وابسته به تحولات با سرعت جهانی امروزه و تأثیر منفی آنها، حکومت مملکت را ضرور است که دایر به مقاومت به تهدید و بحرانها تشکل امکانیت و ذخیره‌های مالیوی بر رشد نگرانیده شده. تامین نمودن گوناگونسازی اقتصادیات، گسترش روند رقمی‌کنانی، دسترسی مالیوی و دستگیری صاحبکاری، حل مسائل اجتماعی اهالی کشور، آمادگی به پیامدهای تغییریابی اقلیم و گسترش به اقتصاد سبز فعالیت خود را تقویت بیشتر باشد. یعنی در شرایط زود تغییر یابنده و وضع شدتناک جهان معاصر ما باید قبل از همه به اقتدار و امکانیت‌های داخلی کشور تکیه کرده برای رشد استوار اقتصادی، حفظ امنیت آزقواری و حمایت سلامتی شهروندان باز هم بیشتر تلاش نماییم. یعنی کاری نمیشدگی نیست، میشه. من پایاتر ایستاده میگذارم. در همین گونه سالی وزمین و دشوار ما چگونه با مردم خود کار و فعالیت کردیم و سطح و صفت زندگی را نسبت به سالهای دیگر آنچه کمتر هم که باشه خوبتر و بهتر شده است. در این سبب پیش از همه ضرور است که در سال 2021 استفاده ثمرناک امکانیت و ذخیره‌های موجوده، به کار انداختن اقدارهای نو و فعال گردانیدن اقدارهای عمل کننده، جلب سرمایه وطنی و خارجی، تقویت بخشیده در این زمینه اجرای نشاندهنده‌های پیش بینی شده، خصوصا دایر به افزایش مجموع محصولات داخلی در سطح نه کمتر از 7% و حل پرابلم‌های روزمره اهالی تامین کرده شد. 7-8% باید ما هر سال به حساب میانه رشد اقتصادی مملکت رو باید بلند برداریم. من میفهمم این کاری آسان نیست، هم برای حکومت، برای تمام ساختار و مقامات‌های دولتی محلی. وکیلان محترم، در 7 سال آخر حجم عمومی درآمد بودجه دولتی از 14.6 میلیارد سومانی سال 2014 تا 23.6 میلیارد سومانی در سال 2020 افزایش شد. سال 2020 حصه خراجات ساحه‌های اجتماعی در حجم عمومی خراجات بودجه دولتی با 50% برابر گردید. با وجود این مسائل گزارش پوره به استانداردهای بین المللی حسابات مالیوی و نظام مبلغ‌زاری الکترونی از جمله نظام خرید الکترونی دولتی تا هنوز حل نگردیده است و ما در این سبب از طلبات زمانه خفا مانده ایستاده‌ایم. یک راهی پیشی راهی جلب سرمایه مستقیم خارجی همین نشان دهنده است. گذشتن به استانداردهای بین المللی مالیوی و اودیت مالیوی. تمام شرکت، کارخانه ها، مؤسسات، تشکیلات ها باید حتما همین را باشد. اگر هیچی نباشد، یگان اینستیتوت بین المللی مالیوی، یگان سرمایه گذار با یگان کس خرج هم نمی‌کند و سرمایه گذاری هم نمی‌کند. با مقصد تنظیم مناسبت‌ها در سمت پیشبردی به حسابگیری محاسبی و جلب سرمایه مستقیم به وزارت‌های مالیه، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته انداز و دیگر مقامات نظارتی سپارش داده می‌شود که برای جاری نمودن استانداردهای بین المللی حسابات مالیوی
و از اودیت هر ساله حتمی گذاشتن سوبیکت‌های دارای منفعت عموم و دیگر سوبیکت‌های خواجگیداری چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. حتما ما معین کرده ما در کار از چند میلیون بالا قرار قبول کردن در کار صرف نظر کدام ساختار و مقامات دولتی است، خصوصی است، شخصی است، چیه که نباشه. 1 میلیون است، 2 میلیون است، از 2 میلیون 3 میلیون بالا 1 میلیون بالا سامان من در نظر دارم حتمی اودیت گذاشته باشه. اینا معین کردنش در کار حکومت جمهوری تاجیکستان. این همه راضی نیست، نه همه، حتی ساختارهای مقامات‌های دولتی این شفافیت اقتصادی را معین میکنه. هم سایی کاری ده، هم ساختارهای مقامات‌های دولتی. قابل ذکر است که دارایی‌های نظام بانکی از 311 میلیون سامانی سال 2000 با بیش از 26 میلیارد سامانی در سال 2020 رسانیده شدند. در سال سپری شده از جانب تشکیلات‌های قرضی به ساحه‌های گوناگون اقتصاد کشور قریب 10 میلیارد سامانی قرض داده شده است که نسبت به سال 2019 4.6% زیاد میباشد. عموما سال 2020 به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان 15 میلیارد سامانی جلب کرده شده است. باز علاوتاً ما زیاده از 70 میلیارد 70 لایحه با جلب 40 میلیارد سامان لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را عملی کرده ایستادیم. اگر 40 میلیارد جمع کنیم این 55 میلیارد. باز در خود سال 2020 ما 10 لایحه‌های نو دیگر سازشنامه به امضا رساندیم که در عملی گردیدن آن زیاده از 10 میلیارد، یعنی ما قریب 65 میلیارد که به اقتصادیات مملکت سرمایه هم داخلی هم خارجی هم سرمایه دولتی سفربر کرده ایستاده ایم. ولی این نشان دهنده برای رسیدن به هدف‌های رشدی کشور قانع کننده نیست. ذکر باید کرد که هنوز هم ناکفایه بودن حجم قرضی به ساحه اقتصاد ملی، نظام سوسی اداره کنی کارپوراتیوی، زیاد بودن خفای عملیات و قرضی، باقی ماندن قضای غیر فعال، کافی نبودن جلب سرمایه به نظام بانکی و تأسیس نمایندگی بانک‌های خارجی جهت بهتر نمودن مبلغ‌زاری کارخانه‌های 3 سالی از جمله کمبودی‌هایی میباشند که باید هر چیز زودتر برطرف کرده شود. از این لحاظ بانک ملی صنعت‌های معیاری حقوقی دخلدار با در نظر داشت تجربه معاصر جهانی به طلبات مطابق ساخته روند اداره کنی کارپوراتیوی را در تشکیلات‌های قرضی مالیوی و تدریجاً افزایش دادن سرمایه آیین‌ناموی آنها را تامین نماید. آموختن در کار کدام بانک‌ها کدام سال تشکیل کرده شده است، سرمایه آیین‌نامویش در وقتی تشکیل کردن چی بود و حاضر چقدر است. این هم یک مانع رشد اقتصادی است. این هم بسیار نشان دهنده مهم است برای رشد و ترقیات اقتصادیات دولت. در این روند باید یکجا با تشکیلات‌های قرضی عاید به بهتر نمودن صفت دارایی‌های نظام بانکی، افزایش دادن پیشنهاد قرض‌های دراز مدت به صاحبکاران 3 ساله و فعال نمودن نظام ریتینگ ملی برای تشکیلات‌های قرضی و شرکت‌های سپرده تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی برای نظام بانکی هرچی بیشتر جلب کردن سرمایه داخلی و خارجی، وسیع نبودن خدمت‌رسانی بانکی با راه اندازی تکنولوژی مالیوی اینواتسیونی و در این زمینه یکجا با وزارت اداره‌های داخلدار پورا جاری کردن عملیات غیر نقدی از جمله جهتی از بین بردن عامل‌های انسانی هنگام حساب برآورکنی پولی با اهالی همه چاره‌های ضروری را عملی نمایند. بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری و جلب سرمایه مستقیم برای تأمین نمودن رشد
устувори иқтисодии миллӣ яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати иқтисодии мо ба ҳисоб меравад. бинобар ин роҳбарони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, дигар вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифа доранд ки фаъолияти худро оид ба ҷалби сармояи мустақим, боз ҳам беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, хусусан ҷиҳати ҷорӣ кардани расмиёти электронии баррасӣ ва пешниҳоди иҷозатномаҳо, ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ва бартараф намудани омилҳои субъективӣ дар ин раванд густариш диҳанд. ба мақомоти мазкур супориш дода мешавад ки минбаъд ба расмиятдаронии фаъолияти сармоягузориро дар кишвар тавассути пурра ҷорӣ намудани низоми электрониву рақамӣ амалӣ созанд ва фаъолияти марказҳои хизматрасониро ба соҳибкорону сармоягузорон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар баромонанд. дар шароити кунунии рушди технологияҳои рақамӣ шарти асосии рақобатнокии иқтисодӣ ба шумор меравад. татбиқи барномаҳои қабулнамудаи мо барои гузаштан ба ин раванд қонеъкунанда нестанд ва зарур аст ки чораҳои ба ташаккули шароит барои тақвияти соҳаи рақамикунонӣ мусоидаткунанда андешида шаванд. бо мақсади таҳкими асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди инфрасохторӣ, иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламравии кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбахшии раванди амалӣ намудани ҳукумати электронӣ ба ҳукумати мамлакат ва сохтору мақомоти дахлдор супориш дода мешавад ки доир ба таъсис додани агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Тоҷикистон чораҷӯӣ намоянд. илова бар ин бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисоди миллӣ пешниҳод менамоям ки соли ҷорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон афв бинобар қонунигардонии маблағҳо ва дигар дороиҳо гузаронида шавад. мо ин корро ҳамагӣ дар таърихи 30-солагии истиқлол ҳамагӣ як маротиба гузарондем. мо мебинем ҳатто кишварҳои абарқудрат дар 30 сол қариб 10-15 маротиба гузаронданд. ҳатто кишварҳои бо мегӯям абарқудрат чанд сол пайҳам. аз шароита мо имрӯз мебинем дар ҷомеаи ҷаҳонӣ чи аст. ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад ки вобаста ба татбиқи пешниҳоди мазкур санадҳои дахлдори меъёрии ҳуқуқиро таҳия ва қабул намояд. инчунин барои аз байн бурдани ҳолатҳои санҷиши ғайриқонунӣ ё дахолат ба фаъолияти сармоягузорону соҳибкорон, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиро зарур аст ки якҷо бо вазорату идораҳои марбута дар муҳлати кӯтоҳтарин лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқии дахлдорро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод созанд. вазорати молия вазифадор карда мешавад ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо таҳияи лоиҳаи кодекси андозро дар таҳрири нав бо дар назар дошти сабук гардонидани пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ бахсу соҳибкори истеҳсолӣ ба анҷом расонида то моҳи март ба ҳукумат пешниҳод намоянд. никора кардамо дар кор, кашолат додан дар кор нест. роҳбарони вазорати молия, иқтисод ва дигар вазоратҳои дахлдор. ман поёнтар истода мегузарам ҳиссаи сектори хусусӣ дар иқтисодиёти мамлакат. ҳукумати мамлакат саҳми бахши хусусиро дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун нерӯи пешбарандаи рушди босуботи иқтисодӣ воситаи асосии таъмин кардани ҳадафҳои миллӣ ва дар ин замина муайён намудани шароит ҷиҳати зиндагии арзандаи мардум муайян кардааст.
در روند خصوصی‌گردانی مالکیت دولتی و عملی سازی لایحه‌های انفرادی تجدید ساختار سوبیکت‌های انحصار طبیعی و کارخانه‌های عظیم دولتی تا 90% دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی داده شدند. در نتیجه دستگیری پیوسته دولت و حکومت حالا بخش خصوصی با مرام انکشاف یافته امروز سهم آن در مجموع محصولات داخلی بیش از 70%، در تأمین اهالی با جای کاری 68% و درآمدهای اندازی به بودجه دولت 80% را تشکیل می‌دهد. من بالاتر اشاره کردم که قریب در 2 سال به شرافت 30 سالگی 18300 انشاء و در مجموع 25000 زیادتر انشاءات است که امسال باقی مانده آن را ما باید ساخته به استفاده دیم. این از حصه کی است؟ از بودجه دولت؟ نه. علامه حصه صاحبکار است، سهم صاحبکار است اکثریتش. اما در وقت قبول کردن قانون و قرارها در بسیار حالتها چی میگن؟ در اون منفیت‌های وزارتی و دیگر و فکر میکنیم چی میگن خطرناکی و احتمالیت و اجرا نشدن نقشه و دیگر کوشش میکنیم که مانع سنی ایجاد کنیم. خودمان استراخاف کنیم در نزد حکومت، در نزد رهبر دولت، در نزد مردم چیه؟ وقتی که در بالای دسترخوان مردم نان پیدا نمیشد کی جواب میگوید؟ حالا برای رشد ساحه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور 70 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی قریب 40 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. تنها در سال 2020 29 سازشنامه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 10 میلیارد سامانی به امضا رسانیده شد که برای بهتر نمودن حفظ اجتماعی اهالی، خدمت‌رسانی‌های طبی، بنیاد انشاءات ساحه معارف، رشد دهات، ساختمان و برقرارسازی راه‌ها و انشاءات انرژتیکی روانه گردیده است. از سال 2013 تا به امروز از جانب حکومت مملکت با شرکت‌های وطنی و خارجی 17 سازشنامه عاید به سرمایه‌گذاری مستقیم به امضا رسانیده شده است که در دایره آنها 15 کارخانه نوی 3 سالی با مبلغ عمومی زیاده از 10 میلیارد سامانی بنیاد گردیده. بیش از 7000 نفر ساکنان مملکت با جای کاری دائمی تامین کرده شدند. ضرور است که کارها در سمت بنیاد کارخانه‌های متالورژی، معدن تازه‌کنی، استخراج و تا محصولات نهایی کارکرد نمودن متال‌های رنگه و قیمت‌بها، رشد صنعت ماشین‌سازی، نساجی، خوراکواری و داروسازی وسعت بخشیده شوند. حاضرین گرامی، بعدی به دست آوردن صاحب استقلالی سیاست دولت در ساحه صنعت کاملا تغییر یافته. توجه اساسی به تقویت استحصالات و صادرات محصولات تیار برای وارد نمودن تکنولوژی‌های نو، استفاده هرچی بیشتری منبع‌های اشیاء خام محلی، کارکرد پوره آن و استفاده وسیع ذخیره‌های مهنتی روانه کرده شد. در نتیجه تنها در 5 سال اخیر در داخل کشور به مبلغ عمومی بیش از 44 میلیارد سامانی محصولات عوض کننده واردات استحصال کرده شد که باعث خیلی کم شدن وابستگی بازار استعمالی از محصولات وارداتی کردید. با مقصد تدریجاً زیاد کردن حجم استحصال محصولات صنعتی رقابتناک، ما صنعت کنانی با سرعت کشور را هدف 4 ملی اعلان نمودیم. در رابطه با این با وزارت‌های صنعت و تکنولوژی‌های نو، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سفارش داده می‌شود که با مقصد تأمین نمودن رشد صنعت داروسازی و آماده کردن متخصصان دارای ملکه بلند استفاده
технологияҳои муосири дорусозӣ тадбирҳои фаврӣ ва мушаххас андешид. тоҷикистон дорои захираҳои бои маъданиву ғайримаданӣ аз қабили металлҳои сиёҳ ранга, қиматбаҳо, нодир, сангҳои худҷило ва ороишӣ, ангишт ва монанди инҳо мебошад, ки ҳаҷми тасдиқшудаи онҳо садҳо миллиард сомониро ташкил медиҳад. имрӯз дар тоҷикистон беш аз 600 кон ва 800 зуҳурот кашф ва омӯхта шудааст, ки дорои зиёда аз 60 навъи ашёи хоми маъданиву ғайримаъданӣ мебошад. ҳоло ҳамагӣ 27% захираҳои зикршуда истихроҷ ва коркард шуда истодааст, ки чунин ҳолат барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегии мо қонеъкунанда нест. бинобар ин зарур аст, ки саридораи геология корҳоро дар самти омӯзиши геологӣ, гузаштан ба стандартҳои байналмилалии ҳисоби захираҳо, истифода аз навбарқароркунӣ ва ҳифзи захираҳои ашёи хоми минералӣ, инчунин назорати равандҳои хатарноки геологӣ ва омӯзишу мониторинги обҳои зеризаминӣ тақвият бошад. ҷиҳати рушди саноати маъдан ва дигар соҳаҳои саноати коркард ба саридораи геология якҷо бо вазорату идораҳои марбута супориш дода мешавад, ки дар асоси таҳлили захираҳо ва дараҷаи омӯзиши геологии онҳо лоиҳаи барномаи давлатии рушди соҳаи геологияро барои солҳои 2021-2030 таҳия ва ба ҳукумати кишвар пешниҳод намоянд. соли 1991 дар кишвар ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шуда буд. танҳо соли 2020 300 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо зиёда аз 6500 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар натиҷа соли гузашта шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2274 расида, тибқи ҳадафҳои муайян гардида дар 7 соли оянда ба зиёда аз 3500 расонида мешавад, яъне беш аз 54% афзоиш меёбад. барои бисёр заҳмат кашидани мо зарур мешавад. дар робита ба ин роҳбарони вазорати саноат ва технологияи нав, дигар вазорату идораҳо, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда мешаванд, ки бо мақсади татбиқи бемайлони саноатикунонӣ бо сурати кишвар мушкилоти ҷойдоштаи соҳаро давра ба давра ҳаллу фасл намоянд. вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм дар самти ташкили низоми сабраноки тайёр намудани мутахассисон ва бозомӯзии онҳо дар дохил ва хориҷи кишвар, инчунин оид ба таъсиси маҷмӯъаҳои саноати илмӣ, аз ҷумла паркҳои инноватсиониву технологӣ чораҷӯӣ намоянд. бо ин мақсад ҳамасола шумораи донишҷӯён ва мутахассисоне, ки ба муассисаҳои таълимии хориҷи кишвар барои таҳсил ва такмили ихтисос фиристода мешаванд, 2 баробар зиёд карда шавад. дар давраи соҳибистиқлолии кишвар ҷиҳати ҳалли мушкилоти соҳаи энергетика ва рушди он 34 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 57,2 миллиард сомонӣ амалӣ карда шудааст. ҳоло дар ин самт боз 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 16,4 миллиард сомонӣ татбиқ гардида истодааст. дар ин давра зиёда аз 2000 мегаватт иқдорҳои нав ба кор андохта, ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ аз 17 миллиард киловаттсоати соли 1991 ба 21 миллиард киловаттсоат дар соли 2019 афзоиш дода шуд. ҳукумати тоҷикистон азм дорад, ки бо мақсади дар ояндаи наздик таъмин намудани истиқлоли энергетикӣ бо нерӯи барқ пурра қонеъ сохтани талаботи аҳолӣ ва иқтисоди миллӣ бунёду таҷдиди як силсила иншооти хурду бузурги ҳаётан муҳимро вусъат бахшад. ҳоло ба маблағи умумии 11,3 миллиард сомонӣ кор ман дар чанд суханронӣ таъкид карда будам, бори дигар таъкид мекунам. ғайри оне ки мо нерӯҳои барқии бузурги роғунро сохта истодем, баробари ин
тамоми нерӯгоҳҳои барқии обие ки 40-50 сол пештар бунёд гардида буданд ва аллакай иқтидорҳои худро кайҳо боз аз худ карда фарсуда шуданд, онҳоро таҷдид карда истодем бо маблағи зиёда аз $1 миллиард амрикоӣ. ҳоло ба маблағи умумӣ 11.3 миллиард сомони корҳо оид ба таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии Норак, Сарбанд, Қайроқум ва дар доираи лоиҳаи Каса 1000 сохтмони хатҳои интиқоли барқи 500 киловатта ва зер истгоҳҳо идома дошта, бунёди нерӯгоҳи барқии обии Себзор дар ноҳияи Рошқалаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон оғоз гардидааст. соли ҷорӣ нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд ба маблағи беш аз 1 миллиард сомонӣ пурра таҷдид гардида ба истифода супорида мешавад ки бо иқтидори 270 мегаватт, яъне аз имконияти имрӯзааш 110 мегаватт зиёд фаъолият хоҳад кард. инчунин соли ҷорӣ сохтмони хатти интиқоли барқи 500 киловатта аз нерӯгоҳи барқии обии Роғун то зеристгоҳи конвертории Сангтуда ки имконияти содироти баррал зиёд менамояд ва корҳо доир ба навсозӣ ҷиҳати кам кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ намудани низоми муосири ба ҳисобгирии он дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Кӯлоб, Панҷакент, Истаравшан, Исфара, Конибодон, Бӯстон ва ноҳияи Дангара ба маблағи 2.4 миллиард сомонӣ оғоз мегарданд. бо вуҷуди ин дар самти таъмини доимию устувори нерӯи барқ як силсила масъалаҳои муҳими ҳалталаб вуҷуд доранд ки истифодаи самараноки сарфакоронаи он аз ҷумлаи ҳамин масъалаҳо мебошад. аз ин рӯ вазорати энергетика ва захираи об ва ширкатҳои соҳаро зарур аст ки якҷо бо вазороти идораҳо ва дигар сохторҳои дахлдор вобаста ба ҳалли масъалаҳу мушкилоти соҳа, хусусан дар бобати ба ҳисобгирии истеҳсол ва истеъмоли барқ, кам кардани талафот ва истифодаи таҷҳизоти барқии каммасраф тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намоянд. ҳамин қувваи барқ барои мо басанда аст, оне ки дорем, лекин бо ҳар тарзу воиста ҳоло ки ҳисоби китоби дурусти бо истифодаи технология ва зиразамон пурра мо таъмин накардем, талафот хеле сол ба сол зиёд шуда истодаст. ҳоло зиёда аз 3 миллиард киловатт-соат талафот аст, 16%. як камбудии кори соҳаи энергетикаи мамлакат умуман ҳукуматҳо роҳбарони вилоят, шаҳру ноҳад дар ҳамин аст. ба чӣ корҳо даст намезананд? ҳоло санҷишҳо рафта истоданд. муҳтарам аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагон, солҳои охир соҳаи роҳулнақлиёт низ бомаром рушд намуда, дар натиҷа мо ба яке аз ҳадафҳои стратегияи худ, яъне раҳоӣ аз бонбасти коммуникатсионӣ ноил гардидем. бо ин мақсад дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи нақлиёти кишвар 53 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 20.3 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, беш аз 2200 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ бунёд ва ба истифода дода шудаанд. корҳои дар соҳа анҷом дода шуда имконият фароҳам оварданд ки мавқеи Тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонии сифати роҳҳо ки ҳамасола аз ҷониби таҳқиқоти байналмилалии ҳисоботи ҷаҳонии рақобатпазирӣ гузаронида мешавад, дар зарфи 2 соли охир 20 ина беҳтар гардида, тибқи арзёбии форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар байни 141 давлати ба таҳқиқот фаро гирифта шуда зинаи 50-ро ишғол намуд. дар ин раванд мо бояд солҳои наздик бо зиёда аз
1500 کیلومتر راههای بین المللی را ساخته به استفاده سپاریم. امروزها دستهای نقلات تطبیق 15 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 8 میلیارد سومانی ادامه داشته. سال جاری تقریباً تطبیق 4 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به انجام می‌رسد. در دایره آنها قطعه‌های دوشنبه، قزلقلعه، شاهراه ماشینگرد دوشنبه باختر با خرج 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی، کلاب شمس‌الدین شاهین و شکیف قلعه خم شاهراه کلاب قلعه خم با ارزش لایحه‌ای 780 میلیون سومانی و راه ماشینگرد کلاب مومن آباد با مبلغ قریب 250 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده می‌شوند. جهت ساختمان و تجدید انفراستراکچور نقلیاتی و کمیونیکاسیونی و بنیاد دالان‌های ترانزیتی نقلیاتی سال روان تطبیق باز 10 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 8 میلیارد سومانی آغاز می‌گردد. 8 میلیارد عملی شده ایستاده است. 8 میلیارد دیگر بار روانه می‌کنیم. در دایره این لایحه ساختمان راه آبیگرد نورآباد، قطعه‌های قلعه خم، ونج، شاهراه دوشنبه کلمه، قزلقلعه باختر، شاهراه دوشنبه باختر، راههای ماشینگرد خولبوک، تیمورملیک کانگورد و باختر دنگره، خوجند کانی بادام، ساختمان پلها از بالای دریاهای پنج در موضع کاکل ناحیه فرخار و دریای غون در شهر خارو، تجدید راه ماشینگرد و بنیاد دالان‌های ضد ترمه در موضع برسم ناحیه شغنان عملی کرده می‌شوند. سال جاری لایحه کشی راه‌های ماشینگرد دنگره گلستان و گلستان کلاب پورا به انجام رسانیده. سال 2022 ساختمان آنها آغاز می‌شوند. این معلومات برای دیپوتات‌ها بسیار وکیلان محترم ما عین مدعا، یعنی برای نکس‌هایی که از طرف درخواست‌هایی که انتخاب کننده ها داشتیم برای شما معلومات در کار بود. برای فعالتر در کارهای سازندگی بنیادکاری اشغال کردن. وابسته به این وزارت‌های نقلیات، مالیه و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی را ضرور است که در مهلت‌های مقرر شده و با صفت بلند عملی گردیدن لایحه‌های سرمایه‌گذاری و استفاده تکنولوژی معاصر را تامین نماید. وزارت نقلیات باید با دیگر وزارت اداره تقویت انفراستراکچور نقلیاتی، تشکل دالان‌های نقلیاتی ترانزیتی، برآمد به بندرهای بحری، بنیاد ترمینال‌های نزد سرحدی و مرکزهای لوجستیکی را تامین نمایند. خودتان من این برفایی که سرد شده ایستاده است حس کرده ایستاده این که راه‌های اساسی بین ولایت‌های بزرگ این زمستان بسته نشده است. برای چی؟ اولا که راه‌ها بنیاد شدند و تعمیر و نگهداری راه‌ها سال به سال خوبتر بهتر، به ممانعت زمستان برف است، باران است، مردم رفت و آمد کرده ایستاده است. تجارت، سودای داخلی گسترش پیدا کرده ایستاده است. حس میکنید تو؟ تلفات آدمان است. اکنون وقتی رسیده است که راه‌های داخلی بین ناحیوی، بین جماعت‌ها، بین شهرها، خب اینها در بین خود دهه‌های اهالی شهرک و محله‌های زیست آن را خوبتر بهتر کنیم. 1 سال است، 2 سال است کردن ما لازم. در یک جای با مردم کردن ممکن. در اینجا از آن جمله من باوری کامل دارم اگر تشبوس در دست وکیلان محترمی ما باشند، خب اعضایان حکومت و عموما خدمتچیان دولتی فقط تشکیلاتچی در کار مردم ما خوب دستگیری میکنند.
برای خوبتر و بهتر کردن شرایط زیستی خودش میکند، دستگیری میکند. ببینید همه چی را حواله به بودجت کردن اما در کار نیست. بودجت دولت 26 میلیارد. من اشاره کرده ایستانم اگر رقم ها را نوشته جمع و ترک کنید بینیتون ساعادا چقدر مبلغ ها رفته ایستاده است. همه ای از بودجت نیست. 44 میلیارد فقط سرمایه 70 باز 20 میلیارد دیگه سوای کردیم 65 میلیارد. خب غیر در یک ساحه نقلیات 16 میلیارد رفته ایستاده است. غیر آنه که عملش نیست. ساحه انرژتیکا، ساحه معارف، ساحه تندرستی. حاضرین محترم، طبق تحلیلات رشد میانه سالانه استحصال محصولات کشاورزی در دوام سالهای 1997 2020 7.3% را تشکیل داده، حجم آن در این دوره 5 برابر افزایش یافته است. من یک مثال وای میارم. بسیار وقت اعضای حکومت ما حالی همون مانده است. بعضا در فکر و اندیشه هاشان خیالی دوره همون سالهای بنقشه‌گیری بسیار سخت در وقتی که امتیاز دادن که صاحب میبینی که روش نکرده ایستاده است، به نیستی رفته ایستاده است. ما امتیاز دیم، دستگیری حکومت از بودجت مبلغ کتی نمیتوانیم و رای اصلا کمک کردن امتیاز دادن است، شرایط مهیا کرده دادن است. با صاحب کارا، تاجرا، خواجگی‌های دهقانی صاحب روش میکنند. قراره که من بنیاید از این امتیازها به ساحه چاره‌داری، به ساحه باغ و تاک پروری، به ساحه پرنده پروری، ساحه ماهی پروری وای کردیم. من پایان میگم فقط در ساحه چاره‌داری 2 برابر سرشمار چاره‌ها زیاد شده است. 2 برابر. این چی است؟ همین خیل جایکاری، هزارها جایکاری، این مواد غذایی. من پایانتر میسم میگم چقدر از بیرون می آمد، حاضر چقدر است. امتیازها برای رشد ساحه‌های چاره‌داری، پرنده پروری و ماهی پروری پیشنهاد شده به رشد ساحه‌های ذکر شده تکالیف جدی بخشیدند. مثلا سال 2020 شماره کارخانه‌های پرنده پروری به 181 رسیده، نسبت به سال 2017 هم 2.7 برابر زیاد گردیده است. در سال 2020 استحصال گوشت پرنده نسبت به سال 2017 هم 5 برابر افزوده است و استحصال توپ قریب 1 میلیارد دلار را تشکیل داده، 5.5 برابر زیاد شده است. شماره خواجگی‌های ماهی پرور سال 2020 نسبت به سال 2017 هم 35% زیاد شده. استحصال ماهی در دوره مقایسه شونده 2.3 برابر افزوده است. واردات گوشت به کشور از 10,700 تانه سال 2014 تا 180 تانه در سال 2020 کاهش یافته است، یعنی قریب 60 برابر کم شده است. در تاجیکستان 2 سال پیش 60,000 تانه گوشت مرغ وارد میشد. قریب 50 میلیون دلار ما واریوتا با بیرون میرفت. همین سال 2020 وقتی که ما در داخل 2,000-3,000 تانه استحصال میکردیم، وقتی امتیازها قبول کردیم برای صاحب کاران، در یک مهلت کوتاه در ظرف 2 سال استحصال گوشت پرنده به 30,000 تانه رسید. من باوری دارم 2 سال پس دیگه پره واردات گوشت پرنده از بین میرود. شرمندان ما، پدر و مادران، بابای ما، شما خودی ما شما خب در یاد داریم در زمان گذشته، در زمان شوروی و جمهوری داعشتان از بیرون در یک سال تا 180,000 تانه کارتاشکا وارد میشد و 140-150,000 تانه گوشت، محصولات گوشتی. آنچه من اشاره کردم 180 تانه مگه در سال 2020 وارد شده است. خب پرسیده میشد حسابی چی تامین شد؟ پرابلم در تاجیکستان درباره استعمال گوشت است.
رحمت به پدر مادر مردم تاجستان که انمون گیم که تشبوس ما را درباره عملی نمودن قانون درباره تنظیم رسم و آیین قبول کرده دستگیری کردن 2 برابر سرشمار چاروا صرفه شده زیاد گشت که هم محصولات شیری هم محصولات گوشتی سال به سال زیاد شده ایستاده است. این هم امنیت سلامتی مردم. ما دیدیم که گوشت مرغ و گوشت بای گفته آورده چی می آوردن با ما. بعضا محصولات های بی صفتی که از مهلتشان گذشتگی با هر راه واسطه شما ناس شاهد هستید از نوارهای تلویزیون یا ماهی پروری یا که محصولات تخم از دیگر جامعه آوردن خنده آور است. برادران من گفته بودم در مجلس حکومت برای ماه شما میشه دست کن کاری نمیشتگی در دنیا نیست. فقط ذوق داشتن مونده کن مسئولیتی بلند داشتن مونده کن. سال 2020 نسبت به سال 1991 استحصال غلادانگی قریب 5 برابر کارتوشکا 7 سبزوات و زراعت‌های پالزی 4 و میوه 3 برابر زیاد شده است. ما زیاده از 1 میلیون تانه کارتوشکا استحصال میکنیم. 2-3 مراتبه امروز مردم تاجیک دهقانا کارتوشکا استحصال میکنند در یک سال. در دوره صاحب‌سالی برای رشد ساحه کشاورزی از جمله بنیاد از نوسازی اینفراستراکچور آبرسانی، از خودکنی زمین‌های نو، بهتر گردانیدن حالت ملیتی زمین‌ها، تأمینات ساحه کشاورزی با تکنیک ضروری، تخمی‌های اعلی صفت و دسترسی سوبیکت‌های خواجگیدار با مبلغ‌گذاری 22 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در حجم بیش از 5.4 میلیارد سومانی تطبیق شده است. حالا در کشور باز 7 لایحه دیگر با مبلغ 2.4 میلیارد سومانی عملی گردیده ایستاده است. در دایره تطبیق برنامه ساحوی میدان و باغ تاکزار کشور به بیش از 200,000 گکتار رسانیده شده است که نسبت به سال 1991 2.2 برابر زیاد میباشد. یعنی در زمان صاحب‌سالی در کشور زیاده از 112,000 گکتار باغ تاکزار نو بنیاد گردیده است که حالا در حیث امنیت آزقاری مملکت با جای کاری، تأمین نمودن اهالی، رشد صادرات و با اشیاء خام تأمین کردن صنعت خوراکواری نقش نظررس بازیده ایستاده است. وقتی ساحه باغ تاک پروری در تل و تپه‌ها وای کردیم، حتی بعضی سیاستمداران در سابق اتحاد دولت‌های مستقل در پس من گام میزنند که رحمان و کار دیگر ندارد در تل تپه‌ها کو باغداری را روش کرده است. خنده آور است. خنده آور نیست. نتیجهش دیده ایستادیم موازیر. از دوشنبه تا کلاب روید در دو طرفی را غیر بازارا روید. من همین روز همین سردی خنکی روید دو طرف بینیتان چقدر هزارها تانه میوه سبزوات بنیاد صفتی بلند از جهات اکولوژی تازه در دو طرفی برا مردم دهقانا با مردم پیشکش کرده ایستادند. نتیجه چی است؟ ما هم بودیم میرفتیم دوره شوروی راه می آمدیم یگان بلا نبود. حتی آشخانه ای نبود که جمع شید من کده در آنجا خوراک کنی. بودم خیلیانه بسیار شاهد هستیم. الان نتیجه اینمی قرارها عملی و زحمتی دهقانای مملکت است. اگر حالی شکم آمان سیر نمیشید در این تالار آمده پیامی روبری دولت گوش نمی کردی. با این مقصد می باید افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی بسیار مهم بوده.
استفاده ثمراناک آب و زمین‌های کارم، تکنولوژی اینواسیونی و اگراتکنیک پیشرفته از جمله بنیاد باغ‌های اینتنسیوی باید تامین کرده شود. من بعضا خطرها، تهدیدهایی که پیشگویی‌هایی که از جانب کارشناسان سطح بین‌المللی اشاره شده ایستادم به شما میرسانم و به مردم تاجیکستان. چی ما را انتظار است سال 2021؟ اگر در یاد داشته باشید ماه اپریل سال 2020 در مراجعتی که ما به شهروندان مملکت کردم، خب درباره تهدید و خطرهایی که پیش رو است که در فصل تیر ماه زمستان امسال و سال آینده بسیار دشوار و وزمین می شود. حتی خطر گرسنگی است، بالاروی نرخ‌ها می شود در دنیا، کمچینی محصولات غذایی دا آورده می رساند. همودا آماده رسیدیم. طبق تحلیل‌های متخصصان کارشناسان سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی از جمله منشی سازمان ملل متحد، سال 2021 در میقات سیاره از لحاظ تأمینات به آذوقه‌واری یکی از ساحه‌های وزین و حتی هلاکتبار در 100 سال آخر می‌گردد. این سخنان من نه، این سخنان معاون منشی سازمان ملل متحد دایر به آذوقه‌واری. همچنین باید گفت که گرمشوی اقلیم در سال 2020 در تاریخ انسانیت بی‌سابقه بوده. گرما و خشکسالی و کم‌آبی سال گذشته در کشور ما از آغاز صاحب سالی بار یکم به قید گرفته شد. چی ما را انتظار است در این سال؟ به نهایت برای من بار دیگر همین فرصت استفاده برده به مردمی تاجیکستان، به شما اعضایان حکومت، وکیلان مردمی اظهار کردنی هستند که ما جدی کار کردن مانده کن. حالا وقت است، حالا عین مدعا است. وابسته به این رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، خواجگی‌های دهقانی، هر یک کشاورز و هر یک عائله را ضرور است که استفاده ثمراناک زمین، پیش از همه زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی، ذخیره کردن و استفاده تخمی‌های اعلی صفت و با همین راه گرفتن توسعه حاصل را مخصوصاً در سال 2021 تامین نمایند. در زمان صاحب سالی من 135,000 گکتار زمین را به مردم تقسیم کرده دادم. این برای بنیاد خانه‌های اقامتی یا میگم منزل‌های اقامتی برای 1,350,000 عائله. در زمان 75 سال گذشته با اهالی تاجیکستان همگی 73,000 گکتار زمین جدا کرده شده بود. الان که جمع کنید چقدر زمین در دست مردم است؟ ما حساب کردیم قریب 220-230,000 گکتار زمین. 50% همین را وای کنید که جدا کنید که جای خانه، جای دیگر 50% همین است. 110-120,000 گکتار زمین کشت. میتوانند مردم از زمین نزدی حولگی صدها سنتیمتر محصولات گیرند. ما شاهد بودیم. من در شهر و نواحی مملکت دیدن کردم از نزدی حولگی دهقانان و مردمی عادی. آنها مهنت میکند، راحتش میبیند. دهقانایی هست از 16-18 صادق در یک سال 36 تن محصولات میگیرند. در 12 ماه 36 تن. زیدگیش پیش برده است. همه چقدر تامین است. محتاج به کسی نیست. برای همینم دهقانان ارجمند من دستگیری میکنم. من پایاتر میگویم باز. شما جدی مراجعات های من را قبول کرده کار کنید. با امیدی هیچ کس نشوید. با امیدی خدای تعالی هم فرموده است از شما حرکت از من برکت.
اگر با پشت زده در خانه دسترخوان پرتیم خدای تعالی هست میکند. اگر تا در زمین کلان نزنی دانه نپرتای او در دسترخوان بالا پیدا نمیشه. من همین سال کردیتان نتیجهش بسیار آنه که زحمت کشید محتاج به کسی نیست. در سردی در خنکی باد هوا چی گونه هست نیست بالای دسترخوان فرزنداش فراوان مغازه و بازار نمیدود. بسیار سال وزمین میشه سال 21 مخصوصا دایر به تامین مواد آزقواری. اینا راهبران ولایت شهرنایا اعضای حکومت وکیلان مردمی ما باید با مردم در یک جایی از حالا کار کردنمان ضرور است. کمک رسانیدنمان ضرور است. نتیجه زحمت صاحبدلانه کشاورزان و چاره‌های عملی نموده حکومت را ما امروز در فراوانی محصولات 3 سال خودی دیده ایستاده‌ایم. با در نظر داشت وضع مرکب جهان امروزه ما منبع نیز باید طرز کار کنیم که به هر گونه مشکلات احتمالی آماده باشیم و نگذاریم که مردممان از نارسایی مواد غذایی تنقیصی و محتاجی کشند. اولی پیدایش پاندمی کووید 19 در بین حتی پانیکا در بین دولت‌های ابرقدرت بود. چیکار کردن؟ سرحدهای خود را بستند. واردات و صادرات را منع کردند. ترانزیت را بعضناش منع کردند. خب خوب چی میشه بعد؟ ما بیشتر محصولات 60% از بیرون میاریم. اگر محکم باشد چیه؟ چیکار میکنیم؟ کجا میرویم؟ برای بینم با مقصد دستگیری دولتی کشاورزان مملکت و تأمین فراوانی بازار استعماری پیشنهاد می‌نمایم که تمام کشاورزان مملکت برای یک سال یعنی سال 2021 از پرداخت انداز یگانه زمین آزاد کرده شوند. حکومت کشور برای دریافت سرچشمه‌های علاوه‌ای برای پوشانیدن منبع اندازی مذکور چاره‌جویی نماید. این انداز کم بیش قریب 200 میلیون تومانی است. این وظیفه حکومت. اگر در یاد داشته باشیدان من یک اندیشه را 12 سال پیش بیان کرده بودم. شاید بسیاری ها در این یا یک چی حاضر قبول کردن یا که هم خیلی بسیاری حتی بعضا سیاستمداران از من پرسیدن چرا این مالش شما این چیز را گفتید؟ 12 سال پیش بود. من مردمی تاجیکستان مراجعت کرده همین پیشنهاد کرده بودم که کوشش کنید که در هر یک عائله ذخیره 2 ساله مواد غذایی باشه. باید داریم. آن همونجا آمدیم. الان همین سال نتیره ما زمستان یعنی سال دیگه آمدیم. بینید این بدبختی را بینید. شکرانه و پایان‌تر میسم شکرانه ما اونقدر دشواری و وزمینی که حالا در اروپا دیگر منطقه‌های دنیا است اون در نرسه پروردگار مردمی تاجیکه. لیکن دیدیم که کی کفالت داده میتواند؟ کی؟ کی را کمک میکند؟
همه به حال خودش سرگردان. یک واکسینه را بین سیاسی کردن در دنیا. همزمان با این وزارت‌های کشاورزی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته‌های دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، اداره زمین و گیاه‌دزی جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی برای رشد ساحت، تشکیل مرکزهای لوجستیکی و طبق طلبات بازار و استانداردهای بین المللی صفت برای ماندن کارکرد، بسته‌بند و صادرات محصولات کشاورزی باید چاره‌های قطعی اندیشید. امروز در جهان ساحه سیاحی یکی از ساحه‌های پیشبرنده اقتصادیات و با سرعت بلند رشد یابنده به حساب می‌رود. با درک موقع این ساحه در اقتصاد ملی، ما رشد ساحه سیاحی را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک معین کرده سالهای 2019 2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودیم. تحلیلان نشان می‌دهد که سال 2018 بار نخست در زمان صاحب استقلالی شماره سیاحان قریب به 1,200,000 نفر رسیده، نسبت به سال 2017 2.6 برابر زیاد شده است. در سال 2019 از شماره عمومی شهروندان خارجی که به تاجیکستان آمدند 1,260,000 نفرشان سیاحان بودند. طی سالهای 2018 2020 در کشور 145 شرکت نو اجازتنامه فعالیت گرفته. در این مدت در مجموع 224 شرکت به بازار سیاحی وارد گردید. در زمینه تشبس‌های ذکر گردیده و امتیازهای در این سمت پیشنهاد نموده حکومت مملکت، فعالیت بخش خصوصی گسترش پیدا کرده، شماره مهمانخانه‌ها و دیگر انفراستراکچور خدمت‌رسانی زیاد شد و این تدبیرها بر رشد دهات خصوصا در خط‌های سیاحی تأثیری مثبت رسانیده. ضرور است که این روند باز هم گسترش داده شود. در این روند تاجیکستان به قطار 10 کشور جالبترین برای بازدید سیاحان به 10گانه کشورهای بهترین سیاحی پیاده گردید، به 5گانه بهترین از روی نظام ساده پیشنهادی روادید و شهرهای پامیر به 10 راه زیباترین دنیا شامل شده. پایتخت مملکت شهر دوشنبه به 10گانه موضعهای بی‌خطر از روی تامین امنیت وارد گردید. سلامت باشید. با وجود این همه و با در نظر داشت سال جنبسته تشبس سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، کمیته رشد سیاحی دیگر ساختار و مقامات مربوطه از جمله رهبران ولایت‌ها و شهرنایا وظیفه‌دار کرده می‌شوند که دایر به افزایش دادن سهم ساحه سیاحی در رشد اقتصادی کشور و حل مسائل اجتماعی برای به معیارهای بین المللی مطابق نمودن خدمت‌رسانی‌ها، دریافت راه‌های نوی تشکیل انفراستراکچور سیاحی، جلب هرچی بیشتری سیاحان داخلی و خارجی، بخصوص رشد سیاحی داخلی چاره‌های اولین درجه اندیشند. تعریف‌ها هم دیدن در کار، مخصوصا فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه حکومتی مملکت یک مراتبه دیده برآمدن در کار. محترم وکیلان خاک، حل مسائل اجتماعی همیشه در محور سیاست دولت و حکومت مملکت قرار دارد، زیرا ساحه علم و معارف و تندرستی از سمت‌های اساسی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به حساب می‌روند. سال گذشته در کشور 157 مؤسسه تأسیسات میانه عمومی، ابتدایی، میانه کسبی و صنفخانه‌های اضافی برای 63,000 جای نشست بنیاد و به استفاده سپاریده شده. عموماً از سال 1991 تا به امروز در مملکت
3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда аз 1,300,000 ҷойи нишаст сохта ба истифода супорида шудааст. соли 91 хоб дар ҷумҳурии амагӣ 1,323,000 хонанда буд. ҳоло бошад 2,100,000 нафар. баъзан шаҳри ноҳия дар як сол 7,000 хонанда меравад. синфи як ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри душанбе. мо барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро муҳайё карда дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгорро боз ҳам баланд бардорем. дар ин ҷода муассисаҳои типи нави замони истиқлол, мактабҳои президентӣ ва литсею гимназияҳо пешсаф буда ҳар сол беш аз 97% хатмкунандагони ин муассисаҳо сазовори номи донишҷӯи муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва хориҷ аз он мегардад. вазорати маориф ва илмро зарур аст ки ташаббусу таҷрибаи ин мактабҳоро доир ба баландбардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи муассисаҳои таълимии кишвар васеъ татбиқ намояд. бо мақсади боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим дар паёми соли гузаштаи президент ба маҷлиси олии солҳои 2020-2040 солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардиданд ва ҷиҳати татбиқи ин ташаббус аз ҷониби ҳукумати мамлакат нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2020-2025 қабул карда шуд. вазоратҳои молия, маориф ва илм, академияи миллии илмҳо, вазорату кумитаҳое ки дар сохторашон муассисаҳои таълимӣ доранд, вазифа дор карда мешаванд ки якҷо баробарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар мавриди амалӣ намудани қарори зикршуда ба сарлангорӣ роҳ надиҳанд ва ҷиҳати таъҷизонидани кабинетҳои фанҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ тадбирҳои фаврӣ андешида аз натиҷаи корҳо ба ҳукумати мамлакат гузориш диҳанд. илова бар ин зарур мешуморам ки ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони илм фуруғи маърифат гузаронида шавад. سلامت باشید. آزمون‌های قبلی از جمله تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی کتاب است یک نقطه بسیار مهم را ثابت نموده است. در بین نورسان و جوانان ما استعدادهای نادر به وای رسیده ایستادند که ما باید آنها را همه جانبه دستگیری و هوسمند گردانیم. امیدوارم که در آزمون نوبتی استعدادهای نورس و جوان دانش و مهارت خویش را سنجیده در آینده برای پیشرفت علمهای ریاضی و دقیق و طبیعی نقشی ارزشمند می‌گذارند. بنابراین ضرور است که تشکیل و برگزاری این چاره‌بینی در سطح بسیار بلند برای ماندن مبلغی برای جایزه ها پیش بینی گردیده زیاد کرده شود. همچنین با حکومت مملکت، وزارت معارف و علم، مرکز ملی تستی، همه ساختار و مقامات دولتی از جمله رهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها سپارش داده می شود که غالبان آزمون‌ها را از روی انتخاب خودشان با مؤسسه‌های تحصیلات عالی بدون امتحان قبول کرده برای هوسمندگردانی مادی و معنوی آموزگاران
و پدر و مادران آنها تدبیرهای ادامه‌ای اندیشند. من علاقه در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش‌ها دادم. سپارش‌های خیلی جدی دادم که اولا نظارت کنند که خب عدالت باشد. مخصوصا هیئت جوری، سطح هیئت جوری خیلی باید بلند باشد. من دیدم، من عزت نفسی کسی در نمیرسم، لیکن در بعض حالتها حتی نورسان ما، جوانان ما سطح سخنگویی، سخندانیشان از بعض اعضای جوری اما از بعض ژورنالیست ها و برنده های تلویزیون 10 برابر بالاتر بودند. با درجه امتحانشان کردند که کودک صنف 1 6-7 ساله را اکادمیک، پروفسور، شاعر و نویسندگان بزرگ ما در صحنه مانده باور کنید تا یگان پروکورور، یگان جنایتکار اینقدر تفتیش نمی‌کنه. آفرین که نترسیدن، نه هراسیدن. در نزد همین قدر و این خودش علاقه قهرمانی است. برای چی ما آنها را قبول نکنیم؟ من حالا سپارش دادم که برای که ما نورسان جوانان را خلل نرساندیم، نومیناسیون ها را وای میکنن میستدم، آموزگاران را جدا کنیم، چون که کلان سال هستند. 5 ساله کودک است، 70 ساله آموزگار در وای کرده ایستادن. این بی‌عدالتی است. و چقدر تجربه حیاتی و زندگی دیگر دارد. کودک 95 سال و 70 سال و چقدر خوانده است. دانشجو بود، دیگر بود، در 70 سال همه چی را آدم‌ها کجا میروند؟ خب اینا جدا کرده مادرکار. دانشجو باید باشند، سن سالا قطعی وای کنند. ما امکانیت دادم مادرکار بیشتر و بیشتر رو آورند نورسان جوانان ما به خواندن کتاب. خودمان نیست، نه اینکه نورسان جوانان، خودمان نیست. آموزگاران، پیش از همه آموزگاران، اگر آموزگار سطح بلندی کسبی نداشته باشد، خواننده هیچ وقت خوانندگان ما با سواد نمیگردند. اصلا به همه آنها و برای چی در اینجا آموزگارا خیلی کردم که از جانب رهبران ولایت و شهر نایا، حتما از جانب وزارت و خود حکومت جمهوری تاجیکستان فکر کردن که برایتان، برای پدر و مادر چی جایزه ما وای کرده میتونیم که چنین فرزندا را تربیت کرده بوایم میرسانند. ما این راه هم دیدم مادرکار، حتی برای آموزگاری که چنین خواننده ها را تربیت میکنند. قدر کرده مادرکار، مهنتی آنها را قدر کرده مادرکار. این کاری آسان نیست. حتی بسیاری پدر و مادر را به این کار جرأت پیدا نمیکنند و عموما اهمیت نمیدن. هدف رهبر دولت از این تشبسات بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان تقویت حس ملی، وطن دوستی و وطن پروری، هویت ملی، ارزداری و آموختن زبان، تاریخ، فرهنگ باستانی تاجیکان، توسعه دایره دانش و جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علم‌های دقیق و طبیعی در کشور می باشد.
در برابر این باید گفت که یکی از مشکلات اساسی در ساحه معارف نارسایی مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی در اکثر شهرهای آن میباشد. سال گذشته همگی 14 مؤسسه تا مکتبی برای 2520 کودک بنیاد گردیده است که این نشان دهنده به طلبات روز جوابگو است. از این رو برابران وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، رئیسان ولایت‌ها و شهرنمایی‌ها سپارش داده می شود که با جلب صاحبکاران و دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌زاری جهت بنیاد کودکستان‌ها و مرکزهای انکشاف کودکان تدبیرهای ضروری را راه اندازی کرده به این مسئله بسیار جدی و با مسئولیت بلند مناسبت نمایند. چنانکه بارها خاطرنشان کرده بودم تا زمان استقلال در تاجیکستان همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 69,000 دانشجو فعالیت میکرد. امروز شماره مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی با 41 دانشجویان به 245,000 و با علاوه دانشجویانی که در خارج کشور تحصیل میکنند به 285,000 نفر رسیده است. در 29 سال آخر شماره دانشجویان 216,000 زیاد شده است، بیش از 4 مراتب. ولی با در نظر داشت افزایش اهالی این نشان دهنده حالا هم کم است. تاکید می‌سازم که از جانب رهبران وزارت معارف و علم، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در مسئله قبولی داوطلبان و تربیت کادرها پیش از همه به صفت اعتبار اولین درجه داده شود. وزارت معارف و علم همچنین وظیفه‌دار کرده می شود که در تمام زمینه‌های تحصیلات از مؤسسه‌های تا مکتبی سر کرده تا گیمنازیا و لیسه‌ها و زمینه‌های دیگر تحصیلات به طور حتمی آموختن زبان‌های خارجی، مخصوصاً زبان‌های روسی و انگلیسی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی را تشکیل کرده نظارتی قطعی صفت تعلیم را در این سمت برآورند. تحصیل جوانان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و علمی کشورهای خارجی یکی از ابتکارات مهم حکومت مملکت در سمت رشد علم و معارف محسوب می‌یابد. حالا در خارج کشور زیاده از 40,000 نفر دانشجو، ماجستر و اسپیرانت‌های ما به تعلیم فرا گرفته شدند. ما باید توسط استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان، برنامه‌های بین‌المللی و دیگر امکانات موجوده تحصیل جوانان با استعداد را در خارج مملکت وسعت بخشیم. به خاطر هوسمندگردانی دانشجویان و محققان جوان ما سال گذشته مبلغ و شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنت را خیلی زیاد نمودیم. همچنین آخر سال گذشته برای عالمان و آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی جایزه مخصوص دولتی تأسیس داده شد که هر سال 15 نفر بهترین ها می توانند صاحب آن گردند. با مقصد دستگیری دولتی و تقویت وضع اجتماعی دانشجویان و ماجسترها و اسپیرانت و دکترانتها پیشنهاد می نمایم که استیپندیای آنها از 1 سپتامبر سال 2021 به اندازه 30% زیاد کرده شد. سلامت باشید. طبق معلومات هر سال از انستیتوت‌های اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی‌های ساوی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور تا 500 نفر آموزگاران و عالمان و محققان برای تبادل تجربه، بازآموزی، تحصیل در زمینه‌های ماجستراتورا، اسپیرانتورا و دکترانتورا سفربر کرده می‌شوند. ولی این حالا هم کم است. اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی‌های ساوی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را ضرور است که به این مسئله در آینده نیز دقتی اولین درجه دهند. وابسته به این به وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها و وزارت رشد اقتصاد و سودا سپارش داده می شود که جهت هرچی بیشتر به خارج کشور
فرستادن جوانان با استعداد و لیاقتمند از روی رویه علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعی، برنامه تیار کردن کادرهای جوان علمی برای سالهای 2021 و 2030 را تهیه کرده در مدت 3 ماه با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. ما در دوران صاحب‌سپاری کشور پایه‌های مادی و تکنیکی، آزمایشگاهی و کادری مؤسسه‌های علمی اکادمی ملی علم‌ها را پیوسته تحکیم بخشیده ایستادیم. مثلا اگر سال 1991 در زینه اسپیرانتورای اکادمی ملی علم‌ها همگی 148 نفر جوانان تحصیل کرده باشند، سال 2020 شماره آنها با 1200 نفر رسیده قریب 8 برابر زیاد شده است. شماره اعضای اکادمی ملی علم‌ها نیز 2 برابر زیاد گردیده است. تأکید می‌سازم که برابری افزایش شماره باید نتیجه و بازده کار نیز زیاد شود. ولی ما را ضرور است که کارهای علمی و تحقیقاتی را در دایره سمت‌هایی که حکومت مملکت معین کرده است وسعت بخشیده در رشد اقتصاد ملی کشور فعالانه سهم گذارد. دوستان ارجمند، با در نظر داشت آنکه تندرستی یکی از ساحه‌های مهمترین اجتماعی میباشد، حکومت تاجیکستان در دوران استقلال مبلغ‌زاری ساحه تندرستی را همه ساله زیاد کرده تا 2.1 میلیارد سومانی رسانیده است. در این دوره زیاده از 1300 مؤسسه نوی طبی بنیاد گردیده، قریب 25,000 کادرهای دارای معلومات عالی و 147,000 نفر کارمندان میانه طبی تیار کرده شدند. حالا در ساحه تندرستی کشور قریب 110,000 نفر کارمندان فعالیت میکنند که از آنها 75,000 نفرشان طبیبان و کارمندان میانه طبی بوده، بیش از 68% را زنان تشکیل میدهند. با استفاده از فرصت به همه کارمندان ساحه تندرستی، مخصوصاً به طبیبان و همشیرهای شفقت که در شب و روزهای اوج بیماری سرایت کرونا ویروس با سوگند کسبی خود صادق مانده برای طبابت مردم تاجیکستان صافدلانه زحمت کشیدند و جان هزاران نفر هموطنانمان را از مرگ نجات دادند. بار دیگر سپاس و منتداری صمیمی بیان می‌نمایم. سلامت باشید. همچنین با کل ساکنان کشور که در چنین دوره دشوار و وزنین صبر و تحمل نشان داده، با واهمه و تعلقه نیفتادند، برعکس متحد شده احترام و عزت همدیگر را به جا آوردند. طبیبان و عائله‌های آنها را دستگیری کردند و برابر حکومت مملکت زحمت کشیدند. اینچنین به صاحبکاران وطن دوست و دیگر شخصان سخاوت پیشه که به مؤسسه‌های تندرستی، طبیبان و عائله‌های کم‌بضاعت با تجهیزات طبی، دارواری و مواد غذایی کمک رسانیدند، سپاس بی‌پایان می‌گویم. ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ینور در کشورمان عموماً بیماری سرایتی کووید 19 از بین رفته است، یعنی تاجیکستان امروز به کووید 19 است. سلام
лекин این چنین معنی ندارد که ما به سلامتی خود و اطرافیانمان بی‌پروایی ظاهر نماییم، بلکه چون پیشتر باید هوشیار باشیم، با قاعده‌های بهداشتی شخصی و جمعیتی اعتبار جدی دهیم و همدیگر را احتیاط کنیم. ما امروز در جامعه جهانی می‌بینیم که چه حادثه است. در سابق اتحاد در دولت‌های مستقل ببینید چقدر باید همسایه‌های ما نمی‌توانیم وای کنیم. امروز در تاجیکستان کووید نیست گفته باید پگاه احتیاط کردن در کار. ما حتی نیست، لیکن به هر حال آنهایی که به تاجیکستان وارد میشوند شهروندان ما از خارجه، ما راحت سرهای نو را کشاده ایستادیم، باز میکشویم و دیگر کشورها آنهای شهروندانی که ما برمیگردن حتما 14 روز در خانه گویم که در وای میستن ایزولیاسیون بیرون نمیبرن، تحت نظارت طبیعی ما میشن، طبیعی اویلوی. ما مسجدها را وای کردن شتابی جمهوریوی، لیکن نمی احتیاط کردن در کار، مثلا نمازهای جمعه فکر کنید وای نه اونقدر تاریخی در آزمان سال 20 نشان داد. در بعض جاها چی بود؟ در بعض تویا، در بعض جنازه ها تا چند نفر فوتیدن. احتیاط کردن در کار. احتیاط نیمی حیات. قاعده های جمعیتی بهداشتی را حتما رعایت کنند. رعایت نمیکنند و این مسجد کار نمیکند. مرحمت روند طاعت عبادت میکنند، دیگر میکنند، قاعده های بهداشتی را رعایت کنند. در بعض دولت‌های پیشرفته کمیده است که چه است؟ حتی جنایت برده 3 سال محبس میکنند. رعایت نمیکنند، در نزد قانون جا میگیرند. فکری مردم کردن در کار. در سال 2020 از جانب مبلغ‌های J.T برای مؤسسه‌های طبی در حجم قریب 1 میلیارد سومانی تجهیزات ضروری، داروباری و مواد محافظتی خریداری کرده شد. دیگر سمتی از زلالناکی ساحه تندرستی با طلبات زمان معاصر مطابق گردانیدن شرایط مؤسسه‌های طبی می‌باشد. با این مقصد در سال 2020 108 انشاءات نوی تندرستی بنیاد و 283 انشاءات از تعمیر اساسی برآورده شده است. تحلیلات نشان می‌دهند که سال‌های اخیر سیرت آبی با برانگیزندگان هر گونه بیماری‌ها به یکی از مشکلات اساسی ساحه تندرستی تبدیل یافته است. از این لحاظ وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که مسئله تأسیس مرکز جمهوریوی میکروبیولوژی و ویروس شناسی را مورد آموزش قرار داده پیشنهادهای خود را آید به حل این مسئله به حکومت مملکت منظور نماید. سال 2020 برای تقویت بخشیدن دستگیری اجتماعی نفقه‌خوران و معیوبان، کودکان یتیم و عائله‌های کم‌بزاعت یک قطار چهاره‌های سودمند راه اندازی گردیدند. به زیاده از 700,000 نفر ساکنان از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیش از 250 میلیون سومانی کمک‌های علاوه‌ای اجتماعی پرداخته شدند. حکومت کشور با مسئله حفظ سلامتی و نگاهبین یتیمان و معیوبان و پیرانسالان و بی‌پرستاران منتظم غمخواری ظاهر کرده برای بهتر ساختن شرایط اجتماعی آنها تدبیرهای سریع را عملی می‌نماید. با مقصد ادامه تدبیرهای حکومت مملکت در سمت دستگیری دولتی گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی پیشنهاد می‌نمایم که از 1 سپتامبر سال 2021 نفقه معیوبان از سن کودکی که در اساس قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تأمین نفقه شهروندان جمهوری تاجیکستان و درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی تعیین شده است به اندازه 20% زیاد کرده شده. نفقه کودکان معیوب تا 18 سالگی
در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقوطی و دولتی تعیین شده است به اندازه 20%. اینچنین نفقه معیوبان گروه یکم که در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقوطی و دولتی تعیین گردیده است به اندازه 50% بلند برداشته شود. این اقدام امکان می‌دهد که شرایط اجتماعی قریب 100,000 نفر شهروندان از گروه‌های آسیب پذیر ذکر شده بهتر گردد. در این زمینه به حکومت مملکت سپارش داده می شود که برای بنیاد 3 مکتب اینترنتی پرزیدنتی برای یتیمان کل در ولایت‌های ختلان و صبح و شهر دوشنبه چاره‌جویی نماید. ضرور است که در این مؤسسه‌ها مثل مکتب‌های بین‌المللی پرزیدنتی شرایط بهترین تحصیل و زندگی مهیا کرده شود. کمیته معماری و ساختمان یک جا با دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی تا اول ماه اکتبر لایحه این مؤسسه را تهیه و برای موافقت با رهبر دولت پیشنهاد کنند. برابر دولت پیشنهاد نماید. وابسته به این با حکومت مملکت وزارت معارف و علم، رئیسان ولایت‌ها و شهر نایه‌ها و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی سپارش داده می شود که برای صاحب کسب و صاحب هنر گردیدن هر یک یتیم کل صاحب جای کار و زندگی مستقلانه شدن آنها تمام تدبیرهای ضروری را عملی نماید. حالا یتیمان کل در همه مقیاس مکتب‌های دیگر پریشان هستند. برای غمخواری کردن و خوبتر بهتر تربیت کردن ما فکرم این کار را کنیم. این اقدام با صفت تعلیم و تربیت بگیم که آنها را برمی‌کنند، چون که آنها بینم تقدیر وای کرده است. ما طرز کنیم که آنها صاحب کسب شوند، صاحب سواد شوند، کسب شوند، هنر شوند که آینده زندگی خودشان مستقلانه پیش برده توانند. هدف همین است. ما این کارا میکنیم حتما. در سیاست دولت و حکومت تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و با شغل تامین نمودن اهالی موقع اساسی دارد. ولی باید گفت که طبق تحلیلات سطح کسبیت کارگران هنوز با طلبات بازار مهنت جوابگو نبوده. این مسئله به اصلاحات جدی نیاز دارد. در جریان اصلاحات یک مسئله را به اعتبار باید گرفت که امروز در تاجیکستان ضرورت و طلبات برای جاری نمودن آموزش سطح اختصاصی دیگر وجود دارد. امروز در کشور 62 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی از روی 97 اختصاص و 5 مرکز تعلیمی کلانسالان با 41 فیلیال و 21 نمایندگی از روی 93 کسب کادرهای کارگری تیار می‌نمایند. و من شماره دانشجویانی که در این مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی وای می‌کنند 23,000 نفر را تشکیل می‌کنند. هر سال 11,500 ختم می‌کنند. این به نهایت کم است و پروبلم در اینجا خیلی زیاد است. در اساس دستور ما امسال در زمینه لیسه و کالج‌های تکنیکی با 47 مرکز هنرهای ملی و معاصر برای آموزش 50 کسب هنر به فعالیت شروع می‌نمایند. اما از روی معلومات قسمی زیادی تجهیزات تعلیمی در این مؤسسه‌ها فرسوده گردیده استفاده تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر آموزانیده نمی‌شود. علاوه بر این در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی و مرکزهای تعلیمی کلانسالان کتاب‌های درسی و تخصصی نمی‌رسد. از این رو برای اصلاحات جدی از نوسازی نظام تعلیم و تحکیم زمینه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی چاره‌های مشخص اندیشیده شد. همزمان با این به وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم سپارش داده می‌شود که برای تجدید نظر کردن برنامه و نقشه‌های تعلیمی کسب‌های کارگری و هنرهای مردمی و تأمین مؤسسه‌های ذکر شده با کتاب‌های درسی چاره‌های ضروری را برآورد. وابسته به این ضرور می‌شمارم که به هر یک مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی از حساب اعضای حکومت
وکیلان پارلمانت، رهبران ساختار و مقامات مرکزی و شهر نایه‌ها یک نفری به حیث سرپرست وابسته کرده تمام مشکلات و مسائل جای داشته آنها در ظرف 2 سال آینده حل و فصل کرده شود. هدف چی است؟ به این هم اعضای حکومت در هر یک شهر نایه وابسته است. در هر یک شهر نایه حتما یک آموزشگاه کسبی تکنیکی وجود دارد. حساب نماینده رهبر ولایت، شهر، نایه، دیگر ساختارهای ولایتی خودش وکیلان مردمی که از اعضای انتخابات است 10-15 نفر میشه. یک آموزشگاه کسبی تکنیکی را شرایط مهیا کردن در همین شرایط امروز هیچ مشکلی ندارد. یگان مشکلی ندارد. فقط مسئولیت در کار، ذوق داشتن در کار. و ببینید من خودم خواندم. من آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 4 امروز شهری امروزه لیوکند را اولا ختم کردم. الکتروسرس کیپ اتوماتیک. چی اون شرایط درجه عالی داشت. در همون زمان همون تکنولوژی بود، همون اسباب و انجام ساختمانی و برقی و دیگر. حاضر چی؟ حتی ساختمان ده. اون کفشیرشایی که در زمان شوروی بود او گذشت رفت. نیست اون دیگر. با ساختمانچات صاحبکارا جلب کردن ممکن. یا موتور مارش اتومبیل دیگر ژگولی کم مونده است. دیگر نمودی تکنیک حتی چی میگم مرکزهای چی میگم تکنیکی تعمیر ماشین‌های اتومبیل‌های سبوران متخصص در کار است. برای در آموزشگاه چی بودنش در کار؟ موتور همین دونه تقمه ماشینا چیزهای اسباب و چیزهای تکنیکی همین یا که صاحب برق کردن نمیتونه من فکر صاحب کارا دستگیری میکنن ساختمان اونه که اندوچی اونه که رنگ و بار کننده همون چیزایی که رنگ و بار میکنن تشکیلات کمپانیایی باید جمع کرده ساختمانی خودشون آورده معین میکنن نه اونقدر مبلغی زیاد میرود ترمیم کرده ماده کار که متخصص تیار کنیم هزارها جای کاری نو میشه چی در داخل و چی در خارج کشور دیپتاتو خواب کردیم که در سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان با مسئله بلندبرداشتن مقام زنان و بانوان در حیات جامعه دقت جدی داده میشه. موافق نتیجه های انتخابات سال 2020 با مجلس ملی مجلس عالی 8 نفر زنان یا اینکه 25.8% و مجلس نمایندگان 15 نفر یا اینکه 23.8% انتخاب شدند که نسبت به انتخابات گذشته قریب 4% زیاد می باشد. شماره زنان در مجلس های وکیلان خلق شهر دوشنبه به 41.5%، ولایت های ختلان قریب 35%، شغل بیش از 33%، ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 34% و شهر نایای تابع جمهوری قریب 30% رسیده است. زنان و بانوان لیاقتمند و صاحب کسب و بلند اقتصاد و خدمت دولتی و اداره کنی دولت را بیشتر جلب گردیده ایستادند. به حالت 1 ژانویه سال 2021 از شماره عمومی 19,210 نفر خدمتچیان دولتی 4,485 نفر یا که 24% را زنان تشکیل میده. سهم زنان در رشد ساحه علم و معارف و تندرستی مملکت تا رفع افزوده ایستاده است. امروز در ساحه معارف کشور 73% و تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی قریب 68% را زنان و بانوان تشکیل میدهند. حسن بله. مخصوصا در وقتی سفرهایی که من در شهر نویا دارم با مؤسسه‌های تحصیلات عمومی وقتی که دیدن میکنم از آنها همان مؤسسه‌هایی که رهبرشان بانوان هستند و 70-80-90% را زنان تشکیل میکنند بانوان 100% 90% ختم کنندگان
بعد دانشگاه و دانشکده‌های عالی هم داخل هم خارج کشور داخل میشن. فعالیت بانوان در ساحه کشاورزی و رشد اقتصادیاتی کشور نیز نظررس بوده. حالا شماره راهبران خواجگی‌های دهقانی از حساب زنان 35600 نفر و زنان صاحبکار 77400 نفر را تشکیل می‌دهد. این کم است. من فکر میکنم آهسته آهسته این شماره آنها زیاد می‌گردد. جدا نبودن قرض یکی از وسیله‌های بهتر نمودن شرایط اقتصادی زنان و عائله‌ها میباشد. سال 2020 به زنان و بانوان صاحبکار به مبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون سامانی قرض داده شده است. حکومت مملکت تشبس‌های زنان و بانوان کشور را منبع نیز دستگیری کرده به خاطر جلب بیشتر آنها به وظیفه‌های راهبری کننده تدبیرهای علاوه‌ای را عملی می‌گرداند. با این مقصد به کمیته کار با زنان و عائله سپارش داده می‌شود که لایحه قرار حکومت مملکت را درباره استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 و نقشه عملی سازی آن را برای سالهای 2021-2025 تهیه و به حکومت پیشنهاد نماید. زنان و بانوان و دختران تاجیک بسیار غیر و دلیر هستند. نه اینکه آموزگار و طبیب و دیگر. به نهایت هزارها نفر امروز برابر جوانمردان غیر و دلیر در صف قواهای مسلح مملکت خدمت کرده ایستادند صادقانه. برای همینم تا وقتی که هستم همین سیاست خود را دایر به دستگیری زنان و بانوان مملکت همه طرف دستگیری میکنم و شما صادقانه خدمت کنید. سلامت باشید. رحمت سلامت باشید. سلامت باشید. من هزارها مراتب منتداری خود را به زنان و بانوان مملکت میرسانم که اکثریت تشبس‌های من را چی درباره قبول قانون تنظیم عملی گردیدن این قانون و دیگر تشبس‌های رهبر دولت را پیش از همه زنان و بانوان دستگیری کردند و خود رهبر دولت هم در وقت انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اکثریتی زنان و بانوان و دختران تاجیک آنهایی که از حقوق آوازدهی داشتند با جانبداری پرزیدنت جمهوری آواز دادند. تشکر میگویم و منتداری خود را بیان میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. اینا به عزت نفس مردان نمیرسیم. دست بالای سینه مانده حقش گفته نمانده کار. از همه کارهای وزمین و دشوار زندگی بر دوش کی است در تاجیکستان؟ از همه وزمین بر دوش کی است؟ در صحرا کی کار میکند؟ کی زحمت میکشد؟ کی محصولات استحصال میکند؟ اکثریت کی است؟ میبینیم که برای امیر از من مردم خفه نشویدن، کار کنید. جوانان ما در رشد تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سهم بسیار ارزشمند گذاشته. نقش آنها
از اشتراک در بنیاد انشاءات عظیم مملکت تا خدمت صادقانه در صفهای قواهای مسلح، حفظ سرحد دولتی، ثبات و آرامی دولت و حیات آسایشته مردم تاجیکستان ارزنده تحسین و باعث افتخار هر یک ما می باشد. سالهای آخر سهم جوانان در رشد ورزش و عامه‌گردانی آن و ترغیب طرز حیات سالم در میان اهل جامعه نظررس می باشد. اگر تا سال 1991 در مملکت همگی قریب 1000 انشاءات ورزش فعالیت داشته باشد، پس سال 2020 شماره آنها به 10220 رسانیده شد. یعنی شماره انشاءات ورزشی در دوران صاحب سالی بیش از 9 برابر زیاد گردیده است. تنها در سال 2020 یعنی سالی که پاندمی و شرایط مشکل اقتصادی و مالیوی برای نورسان یعنی حکم فرما بود، برای نورسان و جوانان در شهر نایای کشور 147 انشاءات ورزش با خرج بیش از 1 میلیارد و 63 میلیون سامانه ساخته به استفاده داده شده است. ما به خاطر هوسمند نبودن ورزشکاران سال 2015 جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه ورزش تأسیس دادیم که تا امروز قریب 200 نفر ورزشکاران جوان صاحب آن گردیدند. ما من بعد نیز بر رشد ساحه ورزش، عامه‌ای گردانی آن، تشکل طرز حیات سالم و جلب باز هم بیشتر جوانان به حیات سیاسی جامعه، بلند برداشتن میل و رغبت آنها به علم آموزی و نوآوری، دریافت و دستگیری کردن استعدادهای جوان و بنیاد انفراستراکچور زمانوی و مجهز با لوازمات ضروری برای جوانان دقت اولین درجه میدیم. ما باید بر رشد زبان شیوا و شاعرانه تاجیکی نیز اعتبار اولین درجه دهیم، چون که زبان دولتی یکی از ثروت‌های مقدس و گرانبهاترین ما می باشد. در شرایط جهانی شوی یعنی تهاجم فرهنگی و زبانی، ما را ضرور است که برابر آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی برای پیشرفت زبان تاجیکی و توسعه دایره استفاده آن منتظم کوشش و غمخواری نماییم. خاطر نشان می‌سازم که این وظیفه هر یک فردی وطن دوست از جمله پدر و مادران، آموزگاران، اهل معارف و علم، زیایان کشور، کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و ادیبان و عالمان مملکت میباشد. تاجیکان فرهنگ بسیار غنی و تاریخی بسا پر افتخار باستانی دارند. مثلا تنها تاریخ 5500 ساله سر است که از جانب عالمان سطح جهانی، مرکزهای معتبر علمی دنیا و سازمان با نفوذ بین المللی یونسکو اعتراف و تصدیق شده است، دلیل ردناپذیر و بی بحث قدیمی بودن ملت تاجیک می باشد. عرض داشتن به فرهنگ و تاریخ باستانی ملت و آموختن آن، اینچنین از خود کردن میراث جاویدانه صدها و هزاران نفر فرزندان فرزانه خلقمان، یعنی شاعران و ادیبان و عالمان و متفکران برجسته ملت، وظیفه هر یک صاحب وطن می باشد. ما به خاطر حفظ یادگاری‌های تاریخی و تعمیر و نگهداری آنها خیلی کارهای سازنده را آغاز کرده ایم و کوشش داریم که
توسط سازمان‌های بانفوذ بین‌المللی میراث مادی و غیر مادی کشورمان را به اهل عالم هرچی بیشتر معرفی نماییم. وابسته به این وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ و اکادمی ملی علم‌ها وظیفه دارند که جهت آموختن تاریخ و میراث معنوی خلق تاجیک تدبیرهای ضروری اندیشیده، آموزش حتمی تاریخ خلق تاجیک، زبان دولتی و جغرافیای تاجیکستان را در مؤسسه‌های تعلیمشان به زبان اقلیت‌های ملی درست برامانند و کتاب‌های درسی را برای این مؤسسه‌ها سری وقت تهیه، ترجمه و دسترس سازند. حاضرین گرامی، سال سپری شده هیئت نوی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید و من در نخست اجلاسه آنها اشتراک کرده فکر و ملاحظه‌های خود را عاید بر رشد و تکمیل قانونگذاری و تحکیم منبعد فعالیت پارلمان ابراز نموده بودند. باور دارم که وکیلان خلق توسط قبول قانون و قرارها در پیشرفت جامعه منبعد نیز سهم خود را می‌گذارند. ولی فعالیت آنها نباید به قبول قانون و قرارها محدود گردد. یعنی وکیلان وظیفه دارند که در همکاری با مقامات تطبیق کننده قانونها جهت به طلبات روز مطابق نمودن آنها سهم گذارند و با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری لایحه قانون‌های به طلبات رشد و پیشرفت جامعه موافق را آماده و پیشنهاد نمایند. اطمینان دارم که مقام عالی قانونبران کشور تجربه گذرانیدن محاکمه‌های پارلمانی را تقویت بخشیده، در این روند قانون‌ها، عملیه تطبیق آنها، برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر مسائل مبرم روز را بررسی کرده در پیشرفت حیات جامعه سهم خود را می‌گذارند. در برابر این وکیلان همه سطح‌ها از اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان سر کرده تا وکیلان مجلس‌های محلی و جماعت‌ها همچون شهروندان کشور پیش از همه خودشان باید فعال و تشبثکار و تشکیلاتی باشند. نقش خود را در تحکیم رکن‌های دولتداری صافدلانه اجرا نمایند، در وسعت دادن کارهای فرماندهی و آبادانی و سازندگی در حوزه‌های انتخاباتی خود و عملی نمودن سیاست دولت در محل‌ها سهمی صادقانه و وطن دوستانه گذارند. من در واخری با سودی‌ها ماه نوامبر سال 2019 وابسته به مسائل تأمین قانونیت و عدالت سودی، تربیت کادرهای کاردان و پاکوجدان و دارای سطح بلند کسبیت، راه ندادن به کردارهای کرپسیونی و برطرف سازی بعضی کمبودی‌های در فعالیت مقامات سودی جای داشته ابراز اندیشه کرده بودم. از این رو رهبریت سود عالی و سود عالی اقتصادی باید به مسائل بلند برداشتن ملکه کسبی سودیا، تیار نمودن و انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها اعتباری اولین درجه دهند. وضع تغییر یافته جهان امروزه و خصوصیت استوار پیدا نمودن ظهورات خطرناک زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، گردش غیرقانونی مواد مخدر، کیبر جنایت‌ها و دیگر جنایت‌های فراملی که بشریت را به تشویش آورده‌اند ما را وادار می‌سازد که به مسائل تأمین امنیت کشورمان دقتی اولین درجه دهیم. زیرا پیروان سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی برای ناآرام ساختن وضعیت در جامعه و تفریق اندازی و برانگیختن نزاع‌های دینی و مذهبی کوشش کرده برای گمراه ساختن ساکنان مملکت بخصوص جوانان و به سازمان‌های منع شده جلب نمودن آنها از شبکه‌های اینترنتی وسیع استفاده می‌برند. تأکید می‌سازم که خائنان ملت و خواجه‌های خارجی آنها تا هنوز از نقشه‌های ناپاک و غرضناک خود که ابتدای سالهای 90 داشتند دست نکشیدند. آنها تا به حال از خارج کشور
با تمام راه و واسطه ها کوشش کرده ایستادند که جامعه ما را نارام ساخته فرهنگ و مذهب بیگانه را به سر مردم ما تحمیل کنند. مردم شریف تاجیکستان مخصوصاً جوانان با ننگ و ناموس کشور این را نباید فراموش کنند و باید همیشه هوشیار و زیرک باشند. طوری که من بارها تاکید کرده بودم، فعالیت چنین رویه‌های اکستریمیستی، رادیکالی و خرافات پرستی یکی از عامل‌های اساسی خطرزا برای امروز و فردای تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه به شمار می رود و از ما اندیشیدن چاره‌های مشترک را طلب می نماید. با مقصد ادامه کارها در این سمت پروکراتورای گنرالی وظیفه‌دار کرده می شود که لایحه نوی استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم برای سالهای 2021-2025 را تهیه و بررسی حکومت پیشنهاد نماید. ما بارها اعلان نمودیم که تاجیکستان در عرصه مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، مواد مخدر، کیبرجنایتکاری و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی شریک طبیعی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد. از این رو پروکراتورای گنرالی، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی را ضرور است که همکاری را با ساختارهای مربوطه دولت‌های خارجی و منطقوی و بین‌المللی در این سمت تقویت باشند. کروپسیا ظهورات نامطلوب و برای جامعه خطرناک به حساب رفته، مبارزه بر ضد آن وظیفه اساسی مقامات دولتی، نهادهای جامعه شهروندی و هر یک ساکن کشور میباشد. از این لحاظ برای پیشگیری کردن کردارهای کروپسیونی، فراهم آوردن فضای آشتی ناپذیر به آن و به این روند جلب نمودن تمام مقامات دولتی، واسطه‌های اخبار عامه و نهادهای جامعه شهروندی از جانب سوبیکت‌های مبارزه بر ضد کروپسیا باید چاره‌جویی کرده شد. حکومت تاجیکستان با در نظر داشت وضع مرکب منطقه با تحکیم دائمی حفظ سرحد، مخصوصاً سرحد تاجیکستان و افغانستان دقت اولین درجه داده برای پیشگیری کردن قاچاق مواد مخدر، سلاح، ادبیات اکستریمیستی و دیگر جنایت‌های فراملی در خط سرحد دولتی تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. خاطر نشان می‌سازم که این تدبیرها نه تنها به حمایت منفعت‌های کشور ما بلکه به آرامی و ثبات کشورهای دور و نزدیک بخصوص کشورهای منطقه نیز مساعدت می‌نماید. وابسته به این کمیته دولتی امنیت ملی وظیفه‌دار کرده می‌شود که در همکاری با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور جهت حمایت استوار سرحد دولتی و در سطح بلند نگاه داشتن آماده باشی جنگی جزو تمام قواهای سرحدی پیوسته چاره‌جویی کرده نظارت را در این سمت باز هم جانب نماید. وضع امروزه جهان و منطقه ما را وادار می‌سازد که به مسئله تأمینات قواهای مسلح کشور بیش از هر وقت دیگر توجه جدی نماییم. زیرا وظیفه از همه مهم حمایت مرز و بوم دولت، تأمین امنیت دولت و ملت و حفظ ثبات و آرامی جامعه، پیشگیری و برطرف کردن همه گونه تهدید و خطرهای بیرونی، تأمین ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی به ذمه قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق واگذار گردیده است. تقویت اقتدار مدافعی کشور و آماده باشی جنگی از تیار کردن کادرهای صاحب کسب و صادق به خلق و دولت خود، رویه وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی خدمتچیان حربی وابسته می باشد. در دوران استقلال دولتی در داخل و خارج کشور زیاده از 10,000 نفر جوانان ما در مؤسسه‌های تعلیمی نظامی تحصیل نموده، همچون افسر در جزء تام‌های گوناگون قواهای مسلح به وطن مادر صادقانه خدمت کرده ایستادند. امروز نیز هزاران نفر جوانان ما در چنین مؤسسه‌ها تحصیل دارند. در برابر این ما را ضرور است که
با در نظر داشت شرایط امروزه قوای مسلح خود را از نو سازی کنیم و آنها را با تکنیک و لوازمات پیشرفته حربی تامین نماییم. تاکید می سازم که در حالت تیاری دائمی جنگی قرار داشتن قواهای مسلح کفالت واقعی حمایت کردن دولت از همه گونه تهدید و خطر می باشد. از این رو از جانب وزارت مدافع برای تهیه و راهاندازی برنامه‌های دولتی عاید بر رشد صنعت مدافع کشور، تقویت بخشیدن به فعالیت کارخانه‌های صنعتی در سمت استحصال اموال مخصوص و تعمیر تکنیک حربی، اینچنین تامین نمودن قواهای مسلح کشور با سلاح و لوازمات معاصر جنگی تدبیرهای ضروری عملی کرده شد. وزارت مدافع اینچنین وظیفه‌دار کرده می شود که کار با ذخیره‌های سفربری هیئت احتیاطی تقویت بخشیده آموزاندن آنها را از روی اختصاص‌های قید حربی در شهر نایاب برآماند و جهت بلند برداشتن آمادگی حربی ذخیره‌های سفربری، گذرانیدن جمعیت‌های حربی، تعلیم صحرایی و مشق‌های نظامی با استفاده از طرز و اصول‌های معاصر اهمیتی اولین درجه دارد. رهبران وزارت و ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق را ضرور است که مهیا کردن شرایط مساعد خدمت و زندگی منتظم بلند برداشتن سطح کسبیت افسران، آماده باشی جنگی، آموزش کسبی خدمتچیان حربی، تربیت آنها در روی صداقت به وطن، رعایت قطعی انتظام خدمتی، طلبات آیین‌نامه‌های حربی، مبارزه با همه گونه حقوق ویرانکنی‌ها، مخصوصاً کردارهای کورپسیونی و انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها را تامین نماید. وکیلان محترم، در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با 178 کشور جهان رابطه‌های دیپلماتی برقرار کرده عضو فعال سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و منطقوی گردید. در این زمینه مناسبت‌های دوستانه و همکاری ما پیش از همه با همسایه‌های نزدیکمان کشورهای آسیای مرکزی، همچنین اتحاد دولت‌های مستقل که در نظام مناسبت‌های بین دولتی تاجیکستان مقامی خاصه دارند، در همه سمت‌ها تقویت یافته ایستادند و ما این سیاست را در آینده نیز گسترش می‌دهیم. مسئله‌های تحکیم و گسترش همکاری‌های گوناگون جنبه با شریکان استراتژی و رشد ما، فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا چون همیشه در سرخط اولویت‌های سیاست خارجی تاجیکستان باقی می‌مانند. ما همچنین مطابق با هدف‌های درازمدت استراتژی خود مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های برای جانب‌ها سودمند را با کشورهای به ما دوست و خیرخواه جهان اسلام، خاورمیانه، آسیای جنوبی، جنوب شرقی، اقیانوس آرام، افریقا و امریکا برآمده رشد و توسعه خواهیم بخشید. قابل ذکر است که حکومت تاجیکستان از سال 2007 اصلاحات نظام رفت آمد شهروندان خارجی را ادامه داده. حالا برای شهروندان 112 کشور ترتیب ساده تهیه و به رسمیت درآوردن روادید را مقرر کرده است. ضرور است که جهت جلب بیشتر سیاحان و سرمایه‌گذاران خارجی این روند باز هم تکمیل داده شود. ما مناسبت‌های شریکی را با جامعه جهانی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی راه اندازی نموده رشد همکاری‌ها را در این سمت ادامه خواهیم داد. در این رابطه ما همکاری را با سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری اسلامی، همچنین با شریکان رشد و نهادهای مالیوی بین‌المللی و منطقوی ادامه و گسترش می‌دهیم.
سال جاری تاجیکستان ریاست را در ساختارهای بانفوذ منطقوی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی به عهده دارد. امسال از تأسیس یابی سازمان همکاری شانگهای 20 سال سپری می‌گردد. تاجیکستان همچون یکی از مؤسسان سازمان همکاری شانگهای از روزهای اول تأسیس یافتن آن در پیشرفت و تکامل این سازمان سهمی باسزا گذاشته ایستاده است. تاجیکستان با طفیل تطبیق پیگیرانه سیاست خارجی خود توانست که تا امروز در بررسی و حل مشکلات گوناگون گلوبالی نیز سهمی نظررس دارد. در این زمینه تاجیکستان در عرصه بین المللی با حیث کشور پیشبر در حل مسائل مبرم امنیتی، آب و اکولوژی و تغییر آبی اقلیم اعتراف گردیده است. حفظ صلح و ثبات و تأمین امنیت پایدار در منطقه آسیای مرکزی، طوری که بارها تاکید کرده بودم، در سرخط اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی دولت ما قرار دارد. پوشیدنی است که تاجیکستان در خط پیش مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای زمان معاصر قرار داشته در تأمین امنیت منطقه نقشی مهم دارد. از این لحاظ ما می‌باید نیز با کشورهای منطقه و همجوار از جمله با جمهوری اسلامی افغانستان و دیگر شریکان خود همکاری زیچ و سودمند را در ساحه امنیت ادامه خواهیم داد. ما اطمینان داریم که با ثبات و امنیت پایدار در جمهوری اسلامی افغانستان میتوان تنها از طریق روند صلح رسید که از جانب حکومت افغانستان و مردم آن اداره، نظارت و پیش برده می شود. ادامه معرفی شایسته نقشه‌های بنیادکارانه، اقدام‌های صلح‌جویانه و عزم و نیت‌های نیک سازنده تاجیکستان در عرصه جهانی، همچنین حضور فعال کشور ما در روند حل و فصل مشکلات عالم معاصر از جمله هدف‌های میباشند که برای رسیدن به آنها منبع نیز کوشش به خرج خواهیم داد. با این منظور ما در آینده نیز فعالیت بین المللی خود را مطابق با مقررات کنسپسیای سیاست خارجی دولتمان با سعی و تلاش بیشتر ادامه خواهیم داد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هدف عالی دولت و حکومت مملکت تامین نمودن رشد استوار اقتصادی کشور توسط بلند برداشتن صبراناکی، استفاده ذخیره و امکانات‌های موجوده، دریافت منبع‌های نوی رشد، ترقی دادن ساحه‌های علم و معارف، تندرستی، انکشاف نیروی انسانی و با همین راه منتظم بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم شریف تاجیکستان می باشد. در این روند تحکیم بخشیدن به نفوذ و آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی نیز از جمله هدف‌های مهمترین ما به حساب می رود. این هدف‌ها در نوبت اول اعضای حکومت، وکیلان مردمی، راهبران همه ساختار و مقامات دولتی از جمله تمام خدمتچیان دولتی، اینچنین صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و هر یک فردی با ننگ ناموس کشور را وظیفه دار می سازند که در راه بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی، اجتماعی و پیشرفت وطن محبوبمان سرجم و متحد باشد. سال 2021 برای تاجیکستان عزیزمان سال مخصوص، یعنی جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی می باشد. با مقصد استقبال سزاوار این سنه مقدس تاریخی با قرار حکومت مملکت نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی و سازندگی قبول گردیده است. اعضای حکومت و رهبران اداره و ساختارهایی که به شهر نایا وابسته شدند، رئیسان ولایت‌ها، شهر نایا و جماعت‌های شهرک و دهات وظیفه دارند که اجرای سری وقتی و با صفت چاره‌بینی‌های طبق نقشه پیش بینی شده را تامین نمایند.
بار دیگر تاکید می سازم که وظیفه اساسی هر یک ما از رهبر دولت سر کرده تا وکیلان مردم، اعضای حکومت، رهبران همه ساختار و مقامات دولتی و تمام خدمتچیان دولتی صادقانه خدمت کردن به خلق عزیز تاجیکستان همیشه و در همه حالت در پهلوی خلق بودن است. سلامت باشید. سلامت باشید. سال 2020 با تمام مشکلاتش ثابت نمود که ما برای باز هم بهتر زیستن، آباد نبودن وطن عزیزمان و ترقی دادن دولت صاحب استقلالمان نیرو، امکانیت، تجربه، شرایط و ذخیره‌های ضروری را داریم. ما باید تشبثکار و تشکیلاتچی باشیم و سهم بیواسطه خود را در آبادی ملک اجدادی گذاریم. یعنی کار را به خاطر آبادی وطنی محبوبمان طرز تشکیل نماییم که در روند سازندگی هر یک شهروند مملکت شریک و سهمگزار باشد. نظارتچی نشویم، سهمگزار باشیم. اگر کمک کردن نمیتوانیم خلل نرسانیم. من به نیروی سازنده تمام مردم شریف مملکت از جمله جوانان با غیرت و زنان و بانوان وطن دوست و صاحب معرفت اعتماد کامل دارم و دل پرانه اظهار می نمایم که ما همه یک جا با زحمت صادقانه و اهلانه خود تا جشن مبارک و مقدس 30 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان سیمای وطن عزیزمان را تا دوردستترین گوشه و کنار آن باز هم آباد و زیبا می‌گردانیم. تشکر. خرد و بزرگ مردم کشور باید همیشه در یاد داشته باشند که در شرایط پرتضاد و پرحوادث امروزه حمایه نعمت بزرگترین و مقدس برای هر یک انسان بناموس استقلال و آزادی کار سهل و آسان نیست. ما خود شاهد هستیم در 1-2 سال اخیر در دنیا چی واقعه ها شد، چگونه دولت ها از بین رفتن، قریب از بین رفتن. حفظ این گهوری بی‌بها از هر یکی ما سعی و تلاش و کوشش و غیرت شبانه روزی، ننگ و ناموس ملی، زحمت صادقانه و فداکارانه و مهمتر از همه اتحاد و سرجمی میخواد. در شرایط نهایت مرکب و حساس جهان معاصر ما باید همیشه در پهلوی یکدیگر باشیم و همدیگر را دستگیری کنیم، زیرا این خصلت نیک به ما و شما از گذشتگان نیکناممان به میراث مانده است. مردم شریف تاجیک این سنت نیک اجدادی را سال گذشته که بسیار وزین و پرتشویش آمد بار دیگر نشان دادند.
تاجیکان یکی از ملت‌های قدیمی دنیا و دارای تاریخی بیش از 6000 ساله بوده، هنوز از دوره‌های باستانی صاحب سواد و قلم، دیوان و دفتر، علم دوست و ادب پرور، دولت ساز و دولتدار، معمار و شهرساز، شهردار و شهرنشین، یعنی فرهنگی و تمدن ساز و آبادکار و سازنده به شمار می روند. برای همین من گشته برگشته تاکید میکنم که ما باید بنیاد کنیم، سازیم، رو افتاده نشویم. من اشاره کردم که بابای و بابا کلان ما شما، اجدادان ما شما کی بودند؟ چه میراث داشتند؟ تمدن ساز بودند، تمدن آفر بودند. چی؟ ما شما کردن نمیتوانیم، ما شما ادامه دادن نمیتوانیم. ما افتخار داریم که تاجیکستان برحق وطن نوروز، سده، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن‌ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است. در تمام دنیا نوروز را نوروز مبارک میگن، دیگه پریود نداره. خودش همین بسه. ما تاجیکان میراث گرانبها و جاودانه هنوز بیش از 1000 سال قبل بنیادگار گذاشته این یاگان خود را به یگان مشکلی میخوانیم، میفهمیم، برای تربیت نسل‌های نورس خلقمان استفاده میبریم و به مردم عالم معرفی مینماییم. خلق شرفمند تاجیک ننگ و ناموس وطنداری و حس بلند ملی دارد و با چنین خصلت‌های نیک و سازنده خود میتواند اقدامات از این روز هم بیشتر را عملی کرده، وطن مقدس خود را به کشور آباد و پیشرفته و همقدم جهانی معاصر تبدیل دهد. در این راه پر افتخار به تمام مردم شریف کشور، همه شما وکیلان خلق، اعضای حکومت، پدر و مادران عزیز، خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق، اهل ضیاع، جوانان دلیر و غیور و بانوان وطن دوست و صاحب معرفت، سلامتی و خوشبختی، برار و موفقیت و به تاجیکستان محبوب آبان ثبات و آرامی پایدار و دستاورد و پیشروی‌های روزافزون آرزومندم. سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز.